به نام خداوند بخشنده و مهربان. من پیش از همه با شما دوستان عزیز و این برادرانی که این برنامه رو راه اندازی کردید میnnت‌داری بیان میکنم و حالا دیگه در خدمتتون هستیم. هر خدمتی از ما باشد بفرمایید. اگر کبیریه چند لحظه ما صبر بکنیم، چون میخوان مطمئن بشن دوستان نسبت به کیفیت صدا و تصویر در اون برنامه اینترنتی. وقتی این کامل انشاءالله مشکلی نبود شروع میکنم. خب دوستان اشاره میکنم، فکر کنم مشکل خاصی نیست. من یه مقدمه‌ای رو خدمتتون عارض بشم. دوستانی که الان دارن این برنامه رو مشاهده میکنن توی دوره 18 روزه در مورد مسائل بین‌المللی صحبت میکردن و حالا نکته‌ای که هست، ما در مورد حالا کشور تاجیکستان میخوام شما یک مقدار حالا درباره نهضت و این مسائل میخوام یک مقدار صحبت بکنیم و حالا دوستانی که علاقه داشتن تو این برنامه تلویزیونی شرکت کردن. من سوالاتم حدود 10 سوال مطمئناً از مسائل مختلف و حالا در مورد فضای خود تاجیکستان، در مورد نهضت و اینها انشاءالله صحبت میکنیم تا به مشکلی در ادامه برای بحث زمان بر نخوریم. به عنوان سوال اول، حالا بحث شما به عنوان رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان از سال در دهه 1980 که این نهضت شکل گرفت، به هر حال ایده های اولیه‌ای رهبران اون موقع سر تشکیل این نهضت داشتن و اون ایده ها رو از چه گروه‌هایی میتونستن الگو بگیرن. من میخواستم یک مقدار اگر بشه در مورد ایده های شکل‌گیری این نهضت و به قولی تأثیرپذیری از چه گروه‌های مشخصاً برای راه اندازی این نهضت رو در موردش یک مقدار صحبت بکنیم. ما در خدمتشون. تشکر زیاد، تشکر مجدد. و حالا راستش من نمیدونم که اون دوستانی که با اون صحبت دارن حدی آگاهیشان از وضعیت آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان و تاریخ نهضت تا چه حد است، چون واقعا هم نمیخوام که زیاد در تاریخ رو بریم، چون وقتمون شاید که بیشتر برای مسائل های روزمره و بحث این مسائل صرف کنیم بهتر است. ولی به هر صورت بد نیست یک مقدمه درباره تاریخ پیدایش نهضت و اون فکر و اندیشه‌هایی که نهضت بر مبنای آن تأسیس شد یک صحبتی کوتاه هم داشته باشیم خوب است. نهضت اسلامی تاجیکستان از روزهای اولی که روی صحنه آمد خود را دوام دهنده یا میراثبر فعالیت‌های جوان بخاریان، یک حرکتی بود در اواخر عصر 19 و اولهای عصر 20 میلادی که با نام معارف پروران بخارا نام برده میشد در تاریخ و جوان بخاریان بودند و با آنها اسم جدید یا جدیدان گفته میشد. البته اسم جدید را بیشتر اون گروه‌های اصولگرا و گروه‌های مذهبی حاکم در بخارای قدیم براشون گذاشته بودند و بیشتر کلمه جدید دادن لقب جدید به اینها با یک آهنگ منفی بود که اینها میخوان جدیدگرایی کنن و همه را از بین برن. و این سرکردگان اینا به مثل احمد دانش، صدرالدین عینی که اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک هم هست و مثل عبدالرؤوف فطرت و شخصیت‌های بودن که اینا اندیشه‌های خود را از حرکت‌های جدیدی که در هم حوزه روسیه تزاری یا پادشاهی شکل می‌گرفت در بین مسلمان‌ها، بین تاتارها، باشقرها، مردم قفقاز و از آن جمله مسلمانان بخارا و اینچنین یک نیم نگاه به طرف ترکیه و اندیشه و افکاری که در حوزه فارس زبان مثل افغانستان و ایران و حتی نیم قاره هند، شبه قاره هند هم از اینا استفاده کردند، مثل از محمد اقبال، از جمال الدین اسدآبادی یا افغانی، محمد عبدا که در مصر بود و اینا در مجموع مبنای فکری معارف پروران بخارا را تشکیل میداد که هم از یک طرف نام می‌خواستند بیداری و نهضت ملت‌های مسلمان آسیای مرکزی که اون زمان با نام بخارا بود تامین بشود و هم از طرف دیگر خود را یک گروه مذهبی، یک اندیشمندان مسلمان اسلامی می‌دانست. اگر انقلاب بولشویک نمی‌بود من فکر می‌کنم که این گروه پیشروی خوبی می‌کرد و واقعا هم کرد و بولشویک‌ها هم از اینها خیلی خوب استفاده کردند. در اول چون اندیشه‌های اینا کمی روشن‌تر بود در مقایسه با دایره‌های حاکم در بخارا که خیلی هم تقلیدی و سنتی و خیلی هم عقب مانده بودند
و خیلی هم خرافاتی بودن و بولشویک هم اینا را یک کمی روشن‌تر پیدا کردن و اینا هم در چهره بولشویک ها یک حرکتی، حالا از اون سیاست‌های دین‌زداییشون چندان آگاه نبودن و فکر کردن که بهترش بیان با این بولشویک ها در همکاری باشن تا اینکه همون نظام قبلی شخص شده را بشکنند و بتوانند یک جامعه پیشرفته را در مبنای عدالت اجتماعی و آزادی ها بنا کنند. اما تقریبا 2-3 سال از بین نگذشت که این اتحاد اونها شکسته شد، اگرچه خود فطرت برای مثال سالها در حکومت بولشویک مقام داشت، صدرالدین عینی هم، و اینا همه قتل عام شدند و از طرف استالین و اصلا حکومت بولشویک در بین سالهای 20 تا 30 میلادی تمام این معارف پروران بخارا را از بین برد و جای اونها این کسانی را آورد که دیگر تا 70 سال دیگر در خدمت آنها بودند. ولی اون اندیشه معارف پروران در ادبیات ما، در محفل‌های خانگی، در حالا پنهانی دیگر ریشه‌دار بود و وجود داشت و در طول 70 سال شوروی هم کاملا از بین رفت و یک عده از جوانان مسلمان معتقد اون زمان با رهبری استاد شهید سید عبدالله نوری و جمع از یارانشون که عمر اونها هم از بین 25 تا 35 سالشون بود، با استفاده از اون فضای جدیدی که در منطقه به وجود آمد، بخصوص در سالهای اخیر شوروی که یک مقدار فشارهای حزب کمونیست ضعیفتر شد و هم آزادی از یک طرف بیشتر شدن و هم حکومت بولشویک یا مسکو دیگر ظرفیت کنترل همه چیز را در داخل کشور نداشت. از این طرف مقاومت افغانستان شروع شده بود، از این طرف انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد و حزب و حرکت‌های اسلامی در سراسر جهان مثل اخوان المسلمین در جهان عرب و حرکت نجم الدین اربکان در ترکیه و در پاکستان، در مجموع این همه عامل‌ها تأثیر رساندند که بین سالهای 70 تا 85 میلادی یک بیداری داخلی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شکل گرفت، بخصوص در تاجیکستان ما هم. حالا کدام از این ایده‌ها، کدام از این مکتب‌های فکری تأثیر بیشتر در شکل گیری سیاست‌ها و اعتقادات سیاسی نهضت اسلامی تاجیکستان تأثیر بیشتر داشت، خیلی دشوار است گفتن. من همیشه وقتی که این مسائل رو تحقیق میکردم و خودم چون کار دکترام هم حزب و حرکت‌ها و جمعیت‌های سیاسی تاجیکستان معاصر بود، به این نتیجه رسیدم که همزمان تأثیری تمام این عامل‌ها هست، از جهاد افغانستان شروع کرده که بالاخره دیگر اونجا برنامه‌های رادیویی بود و سربازان تاجیک در اونجا میرفتند افغانستان و بعدی که برمیگشتن اون شناسایی و آگاهی رو می آوردن. اتفاقا معاون ما در رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان هم که الان در زندان به حکم ابد هست، آقای محمد علی حید، خودش یکی از افسران بلند رتبه ارتش شوروی در افغانستان بود که با شهید احمدشاه مسعود ارتباط نزدیک قوی داشتند و ارتباط شوروی با احمدشاه مسعود هم ایشان بود که بارها احمدشاه مسعود را نجات داده بود. ایشان هم تحت تاثیر این اندیشه های احمدشاه مسعود و استاد ربانی اینا قرار گرفتن و دیگر مجاهدین افغان بعدی برگشتن به تاجیکستان، طبیعی است که این اندیشه ها را انتقال دادن به داخل کشور و بعدا وقتی که به معاونت رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدن که یک تاثیر خیلی خوبی در انتقال اندیشه ها داشتن ایشان. و این چنین انقلاب اسلامی ایران هم و گفتن که دیگر اندیشه ها و جریان ها هم تاثیر خود را داشتن. اما یک نکته خیلی مهم است که این را میخواستم اینجا بگم و با همین شاید این قسمت را جمع بست کنیم، این است که این نیازی داخلی تاجیکان بود، نیاز در خود منطقه بود. الان بعضی خصوص مقامات تاجیکستان و بعضی دایره های نزدیک به تحلیلگران حکومت تاجیکستان به این نظرند که این اندیشه نهضت اسلامی تاجیکستان از بیرون وارد شده بود، یعنی به طور صادراتی گاه میان به طرف مثلا اخوان المسلمین یا گاه به جمهوری اسلامی ایران که این یعنی اعتقادات و برنامه‌های صادر شده از ایران هست یا از جای دیگر هست. اما من حالا خودم نه به معنی که تا امروز یک از مسئولین نهضت هستم، بلکه این مسئله رو تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که این نیازی داخلی تاجیکان بود، چون تاجیکان که یک ملت بسیار معتقد به دین و ارزش محور هستند، طول
عصرها این اندیشه ها را در خود نگه داشتند و شما اصلا خاندان تاجیک را بدون ارزش های مذهبی تصور کردن نمیتونید. این را شاید دوستان ما خوب آگاه باشند. حتی کسانی هم که دیدگاه های لایک یا دنیوی سکولار دارند به یک نوع به ارزش های مذهبی خودشان یا فامیل خانوادهشون پایبند هستند. بنابراین این نیازی داخلی تاجیکان بود که در جستجوی هویت بودند، بخصوص بعد از آن که این پرستروک گرباچوی شروع شد و آزادی ها به مردم یک کمی داده شد. مردم خود تاجیکان در جستجوی الگو، افکار، اندیشه ها بودند و اتفاقا این جستجو بود که تاجیکان را برد به سمت‌های گوناگون. مثلا ما داریم گروه‌هایی که واقعا هم بیشتر ایده و اندیشه ها را از جمهوری اسلامی ایران، از انقلاب اسلامی، از رهبران جمهوری اسلامی توسط رادیوها، توسط کتاب‌هایی که وارد میشد از این می‌گرفتند. برخی دیگر از رهبران جهادی و فکری افغانستان، بعضی دیگر از اخوان المسلمین. یعنی مغز تاجیکان، اندیشه تاجیکان خیلی باز بود و مثل یک بیابان را میمون که آماده است که این آب را از هر کجایی که قطره باران برسد اون را بگیرد و استفاده کند. و یک مسئله دیگر این بود که تاجیکان ما واقعا هنوز هم این مسئله در ما هست، ولی اون سالها قوی تر بود. اصلا چون مشتاق اسلام بودند و نیاز داشتند به اسلام همچون یک مبنای هویتی خود، فرق زیادی بین شیعه و سنی، سلفی، اخوانی اینا نداشتند و هر کسی که می آمد با نام بسم الله الرحمن الرحیم یا یک قرآن می آورد یا یک کتاب دینی می آورد، اصلا طرف متوجه نبود که مؤلف این کتاب کی است. آیا سنی هست، شیعه هست، سلفی هست، اخوانی هست، صوفی هست. براش چندان مهم نبود، چون اون تشنه اسلام بود و هر چیزی که با نام اسلام براش تقدیم شد اون را میگرفت و خیلی براش ارزش داشت. برای مثال وقتی که یادم هست ما که جوان بودیم اون زمانها، الان مثلا پسر بزرگی منم اسمش روح الله هست و در اون سالها ده ها و شاید صدها هزارها طفل نوزاد اسمش گذاشته شد، یا روح الله یا آیت الله یا بهشتی یا برهان الدین، احمد شاه. و این نام ها بیانگر آن بودند که مردم مسلمان تاجیک در اون سالها در چهره این شخصیت ها الگو و یک نمونه های را میدیدن که باید از اونها پیروی کرد. در قطار آن که نام های مثل محمد، ابوذر، ابوبکر، عمر، علی و اینها هم خیلی زیاد رشد کرد. و حالا با این اگر نتیجه برسیم، من فکر میکنم که ملت تاجیک در اون سالها بخصوص نهضت اسلامی تاجیکستان که جزئی از این ملت بود و هست و میماند انشاءالله، خود در یک جستجوی هویت بود و رفت سراغ این اندیشه ها و اینها را توانست که در آمیختگی بسیار مناسب با ارزش‌های ملی و با اعتقادات مذهبی بومی که طول 1400 سال در آسیای مرکزی شکل گرفت، یک نهضت را با داشتن نگاه‌های معتدل و سیاست‌های معتدل راه اندازی کند که الحمدلله امروز نابسته از این همه فشارهایی که از چپ و راست بالای پایین میآید، باز هم اون جوهر خود را، جوهر اعتدال و وسطیت خود را حفظ کرده است و انشاءالله در آینده هم همین طور خواهد بود. امیدوارم که اگرچه کمی طولانی شد با سوال شما و دوستان شما جواب گفته باشم. خیلی ممنون آقای کبیری عزیز. صدای من رو واضح میشنوید؟ بله صداتون هست. خیلی توضیحات کامل بود. واقعا خودمون اطلاعات جدیدتری رو متوجه شدیم نسبت به بحث نهضت و ایده های شکل گیریش. اما با توجه به صحبتتون که قاعدتا نهضت از مردم برخواسته بود و این مسائل، به نظرم من حالا چیزی که مطالعه کردم یکی از نقطه‌های حساس نهضت برخورد به جنگ‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. درسته؟ بله. اینجا چه فعالیت‌ها و چه روندهایی رو نهضت انجام داد، چه تحولاتی در نهضت شکل گرفت و در مورد اون ایام و اون فعالیت‌های اون ایام نهضت اگر میشه چند دقیقه‌ای در خدمتتون باش. واقعا این یکی از مرحله‌های بسیار دشوار و پیچیده ملت تاجیک است، از اون جمله نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام دیگر حزب و حرکت‌هایی که در اون زمان بودند. نهضت اسلامی تاجیکستان از روز اول، حتی از زمان شوروی، بعد وقتی که همچون یک حزبی سراسری شوروی تشکیل شد
و اتفاقا بار اول همچون حزب رسمی در مسکو در وزارت عدلیه شوروی ثبت نام شد و کنفرانس اول تأسیسیش هم در شهر اشترخان یا استرخان روسیه هم برگزار شده بود که نمایندگان هم آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان، قفقاز و دیگر جمهوری‌های روسیه شرکت کردند و بعد از حزب کمونیست دومین حزب سراسری شوروی بود که در وزارت عدلیه از زمان گورباچوف ثبت شده بود و اجازه رسمی فعالیت هم گرفت. اما بعد از پاشخوری شوروی دیگر همه این احزاب چون جمهوری‌ها مستقل شدن باید که بخش‌های حزب شوروی می آمدند و خود را از نو ثبت نام می‌کردند در کشورهای خود، از آن جمله در تاجیکستان هم. اینجا یک کم مشکلی با وجود آمد چون حکومت کمونیستی وقت دیگر اون خواهش ثبت دوباره حزب نهضت و همچون حزب ملی وطنی در داخل کشور نداشت. چرا؟ برای آنکه در ازبکستان این کار را کریموف نکرد، در قزاقستان قزاق‌ها ثبت نام نکردند و حکومت وقت تاجیکستان هم میخواست از اونا پیروی کند و حتی حکومت شوروی بعدم دیگر حکومت روسیه جدیدم اون را دیگر ثبت نام نکرد از حزب نهضت در روسیه. ولی با وجود این همه نخواستنها تلاش و زحمت‌های برادران و خواهران بخصوص استادان بود که بالاخره حزب نهضت دوباره همچون یک حزب رسمی ملی در تاجیکستان ثبت نام شد و در اولین انتخاباتی که ما وارد انتخابات رئیس جمهوری شدیم در اون سال 90 نامزد مشترک از طرف تمام نیروهای جدید پیشنهاد شد، هم حزب نهضت، هم حزب دموکرات، هم جنبش مردمی رستاخیز و لعل بدخشان و دیگر سازمان‌های مردمی که با حزب کمونیست نتونستند ائتلاف تشکیل کنند. و نامزد ما هم آقای دولت خدانظر رئیس اتحاد سینماگران اتحاد شوروی بود که زاده تاجیکستان بود، یک انسان اتفاقا از برادران شیعه‌های اسماعیلی تاجیکستان بود و بسیار یک انسان روشنفکر که بیشتر عمرش در مسکو و در شوروی گذشته بود اما دیدگاه‌های روشن داشت و تقریبا یک چیز بین 30 تا 40% رأی به دست آوردند. ولی نامزد حزب کمونیست سابق منشی حزب کمونیست تاجیکستان آقای رحمان نبیوف پیروز شد و یک حکومت ائتلافی شکل گرفت در اون سالها که تنها یک نماینده حزب نهضت بود آقای دولت عثمان که معاون سروزیر بود، باقی همه اعضای کابینه آقای رحمان نبیوف از کمونیست‌ها یا از دموکرات‌هایی که در مجموع سکولارها بودند. اما ببینید تاجیکستان اگرچه یک نماینده حزب نهضت داشت و چند از دموکرات‌ها هم در اونجا بودند، 80-90% حاکمیت در دست کمونیست‌ها بود. با وجود این هم یک جزیره آزادی و دموکراسی را در سابق شوروی بخصوص در جمهوری آسیای مرکزی میموند که در دوام 1.5 سال واقعا ملت ما پیشروی‌های زیاد کرد و اما اشتباه‌های هم در اینجا بود. این را هم باید بگم که خیلی از اشتباه‌ها در اونجا صادر شد. چرا؟ اول اینکه چون ما در احاطه کشورها یا جمهوری‌های دیکتاتوری داشتیم که تجربه سابق شوروی را داشتند و کسایی هم سر قدرت اومدن در قزاقستان، در ازبکستان، در ترکمنستان و جاهای دیگر که اونا نه تنها تجربه دموکراسی نداشتن، اصلا دموکراسی رو هم نمیخواستن. اما در تاجیکستان یک وضعیت شکل گرفت که هم این حکومت ائتلافی بود، بعد هم حزب و حرکت‌های مردمی خیلی قوی بودند و اینها یک کمی شتاب زده شدند و آمدند مثلا برنامه‌های را در جامعه عملی کردند که هم اطراف کشور ما این را نمیخواست و هم در داخل برخی از شهروندان ما آمادگی را نداشتند. برای مثال خط فارسی و شروع شد نوشتجات همه در همه جا با خط فارسی، حالا که 90% مردم این را بلد نبودند و اما یک گروه از روشنفکران بخصوص روشنفکران مذهبی بلد بودند و در صدا و سیمای ما هم برنامه‌های تلویزیون ایرانی خیلی تکرار میشد، بخصوص اون برنامه اخبار ایران شبکه اول ایران پخش میشد و مسئولین اون وقت این حکومت که تجربه زیادی دولتداری نداشتند و از این وضعیت آگاه نبودند اما خیلی هم عاشق این آزادی ها و دموکراسی و عاشق ایرانی و ایرانیت و جهان اسلام بودند، خیلی با یک شتاب زدگی آمدند فضای سیاسی و فکری کشور را خواستند زود عوض کنند که این
از نگاه من البته یکی از اشتباهایی بود که حزب و حرکت‌های جدید صادر کردن. البته این رو هم باید بگم که در اینجا نقش نهضت نقش خیلی مینیمالی بود، یعنی خیلی کمتر بود. چرا؟ ما همونطور گفتم تنها یک معاون سروزیر داشتیم، اما صدا و سیما در دست مثلا مسئولین از طرف حرکت مردمی رستاخیز بود که یک دیدگاه‌های ملی‌گرایی داشت. اونها بیشتر دنبال خط فارسی و این تکرار کردن برنامه‌های ایرانی و حتی اصطلاحات و کلمه‌های هم در گفتمان مسئولین پیدا شد که بیشتر کاپی شده از ادبیات از گفتمان سیاسی اون زمان ایران بود و این وضعیت خیلی کشورهای اطراف رو ناراحت کرد و تا جای هم ترساند، مثل روسیه، ازبکستان و کشورهای دیگر که یک ائتلاف قوی در منطقه علیه تاجیکستان جدید و اون حکومت مردمی ملی شکل گرفت که با مسلح کردن اون میلیشه‌ها یا اینکه گروه‌های جنایی داخلی تاجیکستان که از جنایتکاران گروه‌های مافیایی بود اونها رو مسلح کردند و ارتش روسیه و ازبکستان هم مستقیم وارد شد، نیروهای ویژه‌شون، و این حکومت ائتلافی هم سقوط کرد، مهاجر شدند مردم به افغانستان و نهضت اسلامی تاجیکستان هم مثل دیگر گروه‌هایی که حالا قسما در حکومت بودن قسما در مردم در جامعه نفوذ داشتن مجبور شدن که از خود دفاع کنند و افغانستان هجرت کردند و برخی ما مثلا به روسیه هجرت کردیم و جاهای دیگر پراکنده شدند و کار به حد رسید که دیگر مجبور شدند به مقاومت یا مبارزه مسلحانه شروع کنند، چون دیگر راهی دفاع از خود و بازگشت به وطن و کشور باقی نمانده بود. اما همیشه اگرچه این دست زدن به سلاح یک عمل اجباری بود، ناخواسته بود، طرف دیگر مجبور کرده بود که این تبادلات نظامی را انجام داد و خیلی هم قتل عام کردند، خیلی هم کشتند و حالا اگر دوستان نمیخوام وقت شما رو بیشتر بگیرم، یعنی ما در دوام یک مدت کوتاه 2 ساله تقریبا نزدیک 200,000 شهید دادیم در یک تاجیکستانی که اون وقت همگی بین 6 تا 7 میلیون شهروند داشت. یک باره دادن 200,000 شهید و اونم از مردم اصلا بیگناه و نمایندگان یک محل و یک منطقه و یک گروه، خیلی تلفات سنگین بود و این روند چون ادامه داشت دیگر دفاع مسلحانه آغاز شد که چندین عامل دیگر هم دست هم دادن، مثل وجود مثلا رهبران جهادی افغانستان، از این طرف جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر منطقه. در سال 97 میلادی بالاخره حکومت تاجیکستان مجبور شد چون دید قضیه را با راه نظامی نمیتواند حل کند به این مصالحه راضی شد که این صلح امضا شد. اما این نکته را هم در خلاصه این مطلب بگویم که نهضت اسلامی تاجیکستان با اون اصل اعتدال که دارد همیشه میخواهد مشکلات را از راه گفتگو و مذاکره و با در چارچوب قانون‌ها حل کند. وقتی که مجبور شود که دست به اقدام‌های جدی بزند، مثل اون که در سال‌های 90 دست به مقاومت مسلحانه زد، این یک عمل اجباری است که دیگران وادار کردند، مجبور کردند و امروز هم که نهضت اسلامی تاجیکستان تحت سخت‌ترین شرایط قرار دارد، باز هم تلاش کرده ایستادیم که با راه‌های مصالحت آمیز گفت و شنید مشکلات خود را حل کنیم و شرایط را به سمت نبریم که باز دیگر باره ملت مجبور شود که دست به اقدام‌های جدی‌تر بزند و برای این اصل خود تا هنوز ما باقی مونده. خیلی ممنون. حالا تو این دو بخش خیلی کامل و جامع توضیحاتتون رو گوش فرا دادیم. توی قسمت اول در مورد حالا بحث علاقه مردم تاجیکستان و افراد نهضت نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به ما عزیز و بقیه مسئولین جمهوری اسلامی بود. قاعدتاً در این جنگی هم که شکل گرفت قاعدتاً جمهوری اسلامی کمک‌هایی رو کرده به برادران نهضتی خودش و به برادران مسلمان تاجیک در مورد ارتباطات نهضت در زمان جنگ شهروندی، جنگ داخلی با جمهوری اسلامی و حالا کمک‌هایی که شده و اینا. اگر میشه در این موردم یه صحبتی بفرمایید تا انشالله بریم وارد مسائل دیگه ای بشیم. خیلی خوب، شاید که قسمت یک کمی وقت بگیرد چون یک مسئله خیلی مهم است. شما سوالای رو مطرح کردید که نمیشه براحتی و خیلی هم مختصر از اون رد شد.
مشکلی نداره. صحبت ما صحبتی هست که باید حرفا همه گفته شوند و ما دیگر این نتیجه برسیم که بالاخره چون دو ملت دو کشوری به هم دوست و برادر هستیم و باید که همه چیز شفاف و آشکار گفته بشه. من همونطوری که در قسمت اولی صحبتم گفتم که ملت تاجیک چون در جستجوی هویت بود و اون هویت اسلامی و ایرانی اش، حالا اینم ناگفته نماند که در تاجیکستان قوم‌های دیگری هم هستند که ریشه ایرانی ندارند، مثل برادران بسیار خوبی ما که ریشه ترکی دارند، ازبک ها، ترکمن ها، قزاق ها، قرقیز ها، یا روس هستند یا ملت های دیگر هستند. اما اون ملت دولت ساز و شکل دهنده که ملت تاجیک است اکثریت، اینا که دیگر ریشه ایرانی دارند، مردم مسلمان هستند و این جستجوی هویت و بازگشت به خود ملت ما را پیش از همه به سمت ایران روانه کرد. چون من قبلا هم گفتم که ایران برای ما ایران بود، نه حالا که باز ایران اسلامی هم بود، مردم هم مسلمان بود. ما اگرچه مردم بغیر از یک عده از برادران هموطنان خوب اسماعیلی ما در بدخشان دیگر مردم سنی حنفی هستند، اما اون اعتدال مذهبی و ملی ما دیگر اصلا فرقی نمیگذاشت که جمهوری اسلامی ایران در اونجا شیعه هست، سنی هست، ایران است. و همین بود که خیلی ایرانگرایی و ایران دوستداری در تاجیکستان اون سالها خیلی شکل گرفته بود و این را باید بگم که فرق نمیکرد دیگر اون در نهضت است، غیر نهضت است. من مثال آوردم که حتی حرکت مردمی رستاخیز هم در مسئله وارد کردن اون اصطلاحات و ادبیات و حروف فارسی، الفبای فارسی از نهضت اسلامی تاجیکستان هم جلوتر بود و کمونیستای ما هم، برخی از کمونیستای ما هم حتی. این یک نگاه هست، یک شناخته بود از ایران در اون سالها. و در سالهای مقاومت هم این را باید بگیم که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهای بود که وضعیت را خوب تحلیل کرد و درک کردن که اگر به کمک نهضت اسلامی تاجیکستان و مردم مهاجر در افغانستان که هجرت کردن نرسند، احتمال از بین رفتن کامل میلیون ها آدم ها هست و تاجیکان می توانند همون تقدیر مهاجرین اول را که در عصرهای گذشته از سمرقند و بخارا و تاجیکستان به افغانستان هجرت کردن که امروزا در پنجشیر و در مناطق شمالی افغانستان ساکن شدن، اتفاقا اجداد احمد شاه مسعود اینا هم که از سمرقند هجرت کرده بودند در نتیجه اون تارمارشوی تاجیکان در منطقه. و این اتفاق بار دیگر در تاریخ می افتاد و جمهوری اسلامی ایران هم به حکم جمهوری اسلامی بودن که در یک ایده از مردم مسلمان به این مصیبت افتادند و بعدا تاجیکان به حکم ایرانیت هم خیلی واضح و روشن در پهلوی ملت تاجیک قرار گرفت و آمد به طور آشکار از مقاومت ملت تاجیک برای بازگشت سربلندانه به وطن خود و آزاد کردن وطن خود از نیروهای مسلح کشورهای دیگر کمک کرد. و اتفاقا رهبران امروزه ایران از کسی این را پنهان هم نمی‌کردند و نه تنها در داخل افغانستان کمک می‌کردند، بلکه بخشی از رهبران نهضت در تهران سکونت داشتند. خود استاد سید عبدالله نورهی، استاد تورجانزاده سالها در تهران مهمان بودند و واقعا هم یک میزبانی خوبی از طرف مسئولین ایران شده بود. و در مجموع نه تنها نهضت اسلامی تاجیکستان، تمام تاجیکستان، همه ملت و حتی طرف حکومت دولت هم، روسیه هم، دیگر هم این پشتیبانی و حضور ایران را در قضیه تاجیکستان درک می‌کردند و اعتراف هم کرده بودند و اصلا هیچ دعوای علیه جمهوری اسلامی ایران نبود. چرا؟ جمهوری اسلامی ایران به طور واضح و شفاف میگفت که این هم مسئولیت انسانی ما هست، هم مسئولیت یک جمهوری اسلامی هست که در این حالتی که مظلومین باز مسلمان هم هستند باید از ما دفاع کند، چون هم قانون اساسی کشور این را تقاضا میکند و هم ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران. و واقعا این کار هم انجام شد و نقش جمهوری اسلامی ایران نه تنها در پشتیبانی از مقاومت بود، در رسیدن به صلح تاجیکان هم خیلی بزرگ است و این حتی من میتوانم بگم که نقش کلیدی را داشت. و اگر هر کسی از غیر از ملت تاجیک دعوای اون را دارد بیرون از ما تاجیکان که نقش بیشتر در صلح تاجیکان داشت، اگر ایرانی‌ها بگن که ما نقش بیشتر داشتیم، من به این راضی میشم. در پهلوی روسیه
در پهلوی سازمان ملل و دیگر کشورهای منطقه. اما بیشترین دورهای گفت و شنود تاجیکان در ایران میگذشت، در تهران، در مشهد و واقعا پرونده خیلی به طور جدی گرفته شده بود و این بود که همکاری خوبی ایران با روسیه، دو کشور کلیدی، باعث این صلح تاجیکان شد. البته اینجا نقش خود تاجیکان هم نباید نادیده گرفت که خود ملت تاجیک تشنه صلح بود، هر دو طرف رو هم وادار کرد، هم حکومت و هم اپوزیسیون رو که بر سر میز گفت و شنود بشینن. و بعدا حالا این نکته هم برسیم به مرحله بعدی که نقش جمهوری اسلامی ایران چه بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران هم مثل ما اکثر تاجیکان و دیگران به این گفت و شنود اعتماد داشتن و به نتیجه های مذاکرات هم به این صلح که شد اعتماد داشتن و همونطوری که ما هم آمدیم دیگر وارد کشور شدیم و تمام بضاعت خود را و تمام توان خود را در خدمت ملت گذاشتیم و حتی نیروهای مسلح خود را که نزدیک 10,000 مجاهد و مبارز مسلح بود، اینها را خلع سلاح کردیم، در اختیار دولت سپردیم برای آنکه کشورهای کفیل مثل روسیه و ایران و سازمان ملل به ما این کفالت را دادند که شما خلع سلاح میشوید و بعدا وارد انتخابات و دولت و اینا میشوید و ما کفیل صلح شما هستیم و اجازه نخواهیم داد که کدام طرف از طرفهای صلح عهدشکنی کنند. و چون ما هم اعتماد داشتیم به این کشورها، با اون سازشنامه، به خود طرف امضا کرده جناب رحمانوف و کاملا با سعی صدر و آمده همه چیزی که داشتیم گذاشتیم در زمین، وارد پروسه قانونی شدیم. اما به خبر از آن که طرف دیگر دنبال فرصت ها هست تا اینکه اون پیروزی را که در میدان نبرد به دست نآورد در یک عملیات نامردانه و عهدشکنانه به دست بیارد و اون فرصت را هم غنیمت دانستند که از این طرف افغانستان دیگر اون رهبران جهادی مثل استاد ربانی و احمد شاه و اینا را ندارد و درگیر مشکلات داخلی خود است. روسیه هم تغییر کرده است، اون روسیه قبلی نیست. سازمان ملل هم در پرونده های دیگری داغ پیدا شد مثل سوریه و عراق و افغانستان و سومالی و لیبیا و جهان عرب، این طرف اوکراین و جاهای دیگر. و پرونده تاجیکستان رو تقریبا یک پرونده حل شده دیگر حالا به نتیجه رسیده میدونستن صلح را و جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل آنکه دیگر اطمینان خاطر داشت شاید که در اونجا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هم سیاست ها تغییر کرد، اولویت ها هم شاید تغییر کردند و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران یک تغییرات در سیاستاش نسبت تاجیکستان وارد کرد که دیگر تنها طرف نهضت یا یک گروه های علاهیده را طرف خود قرار ندهد، بلکه بیاد با ملت تاجیک، با دولت و یک رابطه های فراگیر را راه اندازی کند. من فکر میکنم از لحاظ استراتژیک این درست هم بود، اما فقط طرف رحمانوف رو نشناختند و که رحمانوف یک نگاه استراتژیک بر رابطه های تاجیکستان ایران و با دوستی این دو ملت ندارد، بلکه دنبال هدفها و منفعت‌های خودش است. و وقتی که این شرایط به دست آمد و دیدم که دیگر ایران هم توجه زیاد به این مسائل ندارد و کار خود را انجام داد، یک بهانه را درست کردن. حالا اون بهانه چیزی بود نبود، نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کردند، 10 نفر از رهبران نهضت را، معاونین بنده را و حکم ابد محکوم کردند و حکم ابد است که چند نفر اونها هم در داخل زندان با توطئه خود حکومتداران از دست حالا بنان گروه‌های داعشی به شهادت رسیدند و الان در این وضعیت هستیم. من اتفاقا سال 2015 میلادی چند ماه قبل از آن که رحمانوف این عملیات ممنوع کردن نهضت را نهایی کند، ماهی ایول 2015 یک نامه زدم به کشورهای کفیل صلح تاجیکان، از آن جمله با آقای پانگیمون که وقت دبیر سازمان ملل بود، با آقای پوتین، با آقای روحانی و دیگر رهبران کشورهایی که زیر این سازشنامه صلح تاجیکان امضا گذاشته بودند و خود را همچون کفیل این صلح معرفی کرده بودند. و اتفاقا از طرف روسیه به ما جواب نامه آمد، از سازمان ملل هم اینا نگرانی خود را بیان کردند، کشورهای دیگر هم به نوع نگرانی خود را بیان کردند، مگر جمهوری اسلامی ایران که خاموشی کامل بود و هیچ واکنش ما ندیدیم. و این 3 ماه قبل از آن که رحمانوف بعد از آن دید که هیچ واکنش به این نامه ما از طرف
کشورهای اساسی کفیل نشد، دیگر درک کرد که الان فرصت رسیده است تا اینکه آرزوی دیرینه خود را برای از صحنه بیرون کردن نهضت اسلامی تاجیکستان همچون رقیب اصلیش دست بزند و با آن قسمت موفق هم شد. چرا من میگم قسمت؟ حالا اون آرزو داشت که نهضت رو از صحنه دور کند و از بین مردم و فکر هم میکرد که همین میشه، اما الان دید که نه، نهضت نه تنها از بین نرفت بلکه باز به خود آمد و خود را با پا خیزان جمع کرد. الحمدلله امروز فعالیت خوبی را در همکاری با دیگر گروه‌های ملی است. ما الان پیمان ملی تاجیکستان را تشکیل دادیم که نهضت یکی از این نیروهای شامل در این گروه است و بیشتر دیگر فعالیتمون زیر چتر یا پرچم پیمان ملی تاجیکستان انجام می شود و الان دیگر در مبارزه هستیم. اما این سوال که چگونه این تغییرات ها با وجود آمد، چرا کشورهای دیگری کفیل صلح موقع گیری کردند و جمهوری اسلامی ایران خاموش ایستاد و الان دیگر هزارها دهها هزار افراد نهضت یا نزدیک به نهضت گروه های دیگر در سراسر دنیا هستند، در اروپا، در امریکا، در ترکیه، حتی در روسیه فعالیت میکنند و تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هیچ دعوایی با این کشورها ندارد. اما وجود یک نفر نهضتی را یا یک فعالیت کوچک نهضت را در زمین جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد. برعکس اتهام پس اتهام دارد که نهضت اسلامی تاجیکستان گویا مزدور ایران هست یا از ایران کمک میگیرد یا ایران در امور تاجیکستان دخالت میکند، در صورتی که ایرانی امروزه کمترین دخالت را ندارد و همون طوری که ما خودمون قربانی این توطئه هستیم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از قربانی های این توطئه هست. اما شاید که اینجا حکمتی هست که ما نمیدونیم که چرا چنین موقع گیری تدافعی همیشه گرفته میشه. ما که در نهضت اسلامی تاجیکستان و در پیمان اصلا سیاست تدافعی و حمایتی از رژیم رحمانوف دیگر نداریم، بلکه ما با اون توانی که داریم در یک سیاست تهاجمی هستیم و الحمدلله که دارد کارمون روز به روز پیشتر می رود. حالا برای ما فرق نمیکند چه کشوری در پهلوی ما هست یا نیست، چون این را ما مسئولیت خود میدونیم و تکیه به خداوند و به ملت خود کردیم. اگر ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر در این زمینه در پهلوی ما هستند، مسئولیت ایمانی، مسئولیت انسانی و اون ارزش‌های خود را انجام میدهند، حالا هر کشور باشد ما ممنون هستیم. اما اگر بالفرض حالا ایران و ترکیه و روسیه و امریکا و تمام جهان در پهلوی ما هم که نبود، برای ما کافی است که پروردگار و ملت تاجیک در پهلومان باشد و این مبارزه خود را ادامه خواهیم داد و هر تصمیمی که دوستان در ایران میگیرن، هر سیاستی که دارن، مورد احترام ما خواهد است. ممنون آقای کبیری، واقعا خدا رو شکر صحبت ها و مطالب کامله. حالا در مورد بحث چیزی که فرمودید، اصلا نگاه دوستان و برادران شما و برادران مردم تاجیکستان در ایران این نیستش که حالا یک گروهی هستند سنی مذهب هستند، ما شیعه مذهب هستیم. اصلا فضاهای این چنینی نیست. امام خمینی اشاره داره که هر مستضعفی، هر کسی که مورد ظلم واقع میشه در کل جهان، جمهوری اسلامی، این تو قانون اساسی ماست، جمهوری اسلامی باید کمک بکنه به اون ملت و مردم. و اصلا فضا اینجوری نیستش که ما مبارزه مثلا نکنیم چون به خاطر محافظه کاری و اینها، اصلا اینجوری نیست. ولی به هر حال جمهوری اسلامی، دولت تاجیکستان یک سری مناسباتی دارند که قاعدتاً دست دو طرف رو در حل بعضی از موارد بسته. اما صحبت من و شما صحبت پیرامون مردم مستضعف تاجیکستان و گروه هایی که ظلم شده بهشون، حالا از هر طرفی، از کشورهای مختلف یا از جاهای دیگه. مسئله من، حالا اشاره کردید به استاد شهید سید عبدالله نوری، ایشون متاسفانه بعد از ایشون رو از دست دادیم. حالا ایشون تفکرات انقلابی، تفکرات مبارزه با استکبار رو مطمئناً در ذهنشون داشتن و اینها. من این اواخر یک جستجویی میکردم حالا برای این نشست، برخوردم به یک فایل صوتی از شما در کنار رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای در کنفرانس عدم تعهد که اشاره دارید به مبارزه با استکبار جهانی و اینها. واقعا انقدر که ما این مطالب رو میشنویم خوشحال میشیم. سوال من در حقیقت همینجاست که
ما مطمئن بودیم سید عبدالله نوری شخصیتی هستند که انقلابی هن، مجاهد اسلامی هن و اینا، و مطمئنم شدیم که آقای کبیری عزیز که بعد از ایشون اومدن یک فرد انقلابی، یک فرد مجاهد و مبارز با استکبار جهانی هن. من یک سوالی دارم خدمتتون، اینه که شما به عنوان رهبر نهضت اسلامی و افرادی که در نهضت اسلامی هستند هم با این نوع تفکرات خیلی عظیمی رو تشکیل میدن یا نه؟ با این تفکراتی که بحث مبارزه با استکبار اینها در نهضت به قولی میخوایم ببینیم چند درصد اعضای حالی نهضت هم این تفکرات شما و سید عبدالله نوری رو دارن؟ آمد باشه. خیلی سوال خوب رو مطرح کرده، چون من خیلی برادروار و شفاف با شما دارم صحبت میکنم و حالا این پیام ما رو حتما که دیگر دوستان در سراسر جهان میشنوند و باید هم بشنوند و بعضی مسائل هست که باید خیلی شفاف و روشن گفته شود، چون همونطور که شما هم گفتید ما نهضت اسلامی تاجیکستان از استادان مرحوم استاد سید عبدالله نوری، استاد محمد شریف مزاده اون چارچوب اعتقادی و فکری نهضت رو وقتی که اساس گذاشتن در مبنای ارزش‌های ملی مذهبی مردم تاجیک این گذاشته شد و غیر این هم نمیتوانست باشد و نباید هم باشد. اون نکته‌ای که شما فرمودید که استاد سید عبدالله نوری کی بودن یا ماها که الان کی هستیم، با گفت مولانا هر کی از زن خود شد یار من، از درون یار ما، از درون ما نجست اسرار ما. یعنی ببینید امروز در شبکه‌ها و در رسانه‌ها ما خیلی زیاد میخوانم که حالا برای ما فخر است که شما این وصفی که از بنده کمی نکردید و سزاوار این نیستم، اما وقتی میخوانم که یک گروه میان ما رو میگن که این سلفی هست، یک گروه میگن که یا استاد نوری مرحوم سلفی بود یا اخوانی بود، استاد محمد شریف مزاده مثلا بیشتر یا با پاکستان اندیشه‌های در اونجا در ربط داشت، یا گاها ما رو امروز میگن که یک لیبرال و دموکرات هست یا مثلا هومانیست هست و به این شکل، چون در اروپا هست و این اندیشه ها را دارد. حتی میگن که ظاهرش هم این لباس پوشش هم بیشتر به یک رهبر یا سیاستمدار سکولار میخورد از اون به یک رهبر مذهبی و از این القاب و توصیف های گوناگون را ما ماشاءالله در این طول 20 سال فعالیت سیاسی ما به اون حد شنیدیم که گاها اکثر وقت اینا با یکدیگر تناقض دارن. نمیتواند یک آدم هم سلفی باشد، هم برای مثال شیعه، هم اخوانی باشد، هم صوفی، هم لیبرال باشد، هم یک به اصطلاح شما انقلابی و از اون تیپایی که میگن. چرا چنین میشه؟ چون این همه برمیگردد به اون مکتبی که شکل گرفته است در تاجیکستان که مکتب اعتدال فکری و مذهبی که از لحاظ اعتقادی ما هر کسی که خود را مسلمان میداند، مسلمان میحسابد، کلمه شهادت رو میگه، ما رو تکفیر نمیکنیم، کافر نمیدونیم، اگرچه برخی از مسلمانان دیگر به این موقع ما راضی نیستند، میگن نه شما حالا شرط نیست که طرف خود را مسلمان میداند، کافی است که شما در عملهای اونها نشانهای از کفر و شرک رو میبینید، برای شما واجب میشد که رو تکفیر کنید. حالا این عملهایی که نشانه از کفر و شرک است دیگر درش باز هست، هر کس با اون دیدگاه خودش میتواند یک عمل را به شرک و به کفر منسوب بداند و حکمش را صادر کند که نهضت اسلامی تاجیکستان از این دیدگاه ها دور هست، بری است، چون امام اعظم رحمت الله علیه ابو حنیفه دیدگاهشان این بود که اگر شما یک نفر یک مسلمان را میبینید که 99 دلیل برای به کفر دارد و یک دلیل برای مسلمان بودنش وجود دارد، شما هم یک دلیل مسلمان بودنش را اصل قرار بدید، نه اون 99 دلیلی که یا از نگاه شما دلالت به بیرون بودن از اسلام میکند. این است که ما نه مشکلی با سلفی ها داریم، نه مشکلی با شیعه ها داریم، نه مشکلی با اخوانی و با گروه های صوفی و اینا داریم و نه مشکلی با غرب داریم، نه مشکلی با کشورهای دیگر داریم، حتی با کشورهای هم که برای مثال امروز با برخی از کشورهای اسلامی مشکلی دارم. امریکا، کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران، با ترکیه مشکلی دارن و حالا ما یا که برخی کشورهای دیگر با سعودی مشکلی دارن. ما نباید در اینجا بیاییم مشکلات کشورهای دیگر رو یا مناسبت‌های کشورهای دیگر رو انتقال بدیم به سیاست‌های داخلی خودمون در نهضت و تاجیکستان. نه،
اما اون چیزی که ما هستیم، اونی که هستیم، ما خود را یک گروه مسلمان تاجیکستانی میدونیم که در مبنای عقیده و ارزش‌های سنی حنفی شکل گرفته است و یک عده از برادران اسماعیلی هموطنان خود را در کنار نهضت، در داخل نهضت هم داریم و بالا این واقعا برای ما یک ثروت هستند. همه اینها رابطه‌های خیلی خوب با کشورهای عربی داریم، رابطه‌های خیلی خوب با، البته این روزا کمی کمرنگ شده است و می‌خوایم رابطه با این کشورها حفظ شود. اما برگردیم به اون مسئله که شما فرمودید که نهضت اسلامی تاجیکستان یک حرکت انقلابی هست و علیه استکبار. بله، اما این مفهوم انقلابی چی هست و استکبار، واژه استکبار چی است؟ شاید در این مسئله ما کم اختلاف نظر داشته باشیم که برای مثال شما اگر در جمهوری اسلامی ایران همچون نمونه‌های استکبار یک کشورهای را یا سیاست‌های را، گروه‌های را بدونید، اتفاقا ما در همون جاهای قرار داریم و اینها ما را مهمانداری کردن. امروزها هزارها تاجیکستان فراری و گریزه را مهمانداری کردن که برخی از دوستان ما در جهان اسلام، نه تنها در جمهوری اسلامی، در جهان اسلام اینها را نمونه از استکبار و حتی دشمنان اسلام و مسلمان ها میدونن. بله، شاید در جاهای سیاست ها اینا خیلی غلط است، علیه مسلمان ها هست و ما موافقیم به این بهاگذاری ها و کاملا مخالف هستیم. از اینجا نقطه نظری خود را میگیم. اما در این که ما بیایم در این تعریف هایی که کرده می شود ما هم شریک شویم و بیایم دقیقاً با همون الفاظ و با همون شعارهایی که در کشورهای اسلامی در برخی از دایره ها گفته می شود ما هم خود را شریک بگیم، فقط به خاطر آن که برخی از دوستان از ما راضی شوند، بگن که ماشاءالله ببینید که اینا حتی در اروپا یا در امریکا، در روسیه ایستاده پیروی از اون سیاست‌های کشورهای اسلامی میکنن که با این استکبار جهانی مشکلی دارن. نه، ما در این مسئله خیلی شفاف هستیم در شناخت استکبار، در شناخت حالا به اصطلاح گروه‌های داعشی و تکفیری طاغوت‌ها، در شناخت این دشمنان اسلام یا دوستان اسلام. ما موقع خود را داریم، در جای با اون برادران شریک هستیم، در جای شریک نیستیم. اما اون مسئله که خیلی مهم است و باید همگان بدانند، نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبران امروزش در مسائل های مشترک اسلامی، در ارزش های اسلامی، در اون مفهوم های انقلابی که داریم، انقلاب به معنی آنه که حالا در اروپا مثلا انقلاب را به معنی شکستن و برهم زدن و تغییر نظام میدونن. نه، به معنی آن که به جای این ظلم عدالت آورده شود، به جای این دیکتاتوری یک نظام مردمی و مردم سالار آورده شود. اگر شناخت از انقلاب این است، بله ما هستیم. اما اگر شناخت از یک انسان انقلابی این باشد که حالا بیاد پیروی از سیاست‌های، از حرف‌های دیگران کند و منافع ملت و کشور خود را کنار بگذارد، دوستان باید در سراسر جهان بدانند که نهضت اسلامی تاجیکستان دارای یک شناخت و یک سیاست‌های خیلی هم واضح روشن خود هست که انشاءالله همون طوری که ما سیاست‌های دیگر را احترام می‌کنیم، دیگر کشورها و دیگر گروه‌ها را امید داریم که دیگران این سیاست‌ها را هم احترام کنند. اما یک نکته خیلی واضح روشن باید باشد. همون در صحبت اول گفتم که ملت تاجیک با اون سعی صدر، با اون محبتی که نسبت اسلام دارد، هیچ فرق بین شیعه و سنی نمیگذاشت و امروز هم برخی از مردم نمیگذارند. اما این واقعیت ها هستند که بعد وادار میکنن مردم را که یک کمی چشمها را باز کنند، ببینن که نه، در دنیا واقعیت های دیگری هست که دیگر به ما ربط ندارد و ما طرف هم نیستیم و طرف دیگر مجبور میکند که بعد بیایم این مرزها گذاشته شود. برای مثال من گفتم که وقتی که اون حرکت ها آغاز شد، ملت تاجیک، ملت مسلمان، نهضت، حتی خود ما هم آمدیم دیگر اصلا برای ما فرق نمیکرد که جمهوری اسلامی ایران شیعه است یا سنی است، معلومات هم نداشتیم. اما بعدا وقتی که با سیاست های واقعی روبرو شدیم، بعد دیدیم که نه، حالا ما این طرف فکر میکنیم اما طرف دیگر دارد مسئله رو بعضا از زاویه مذهبی اعتقادی خودش میبیند و اون طوری که من فکر میکنم اون طور نیست. باید اینم اعتراف کنیم که الان در نهضت ما، در تاجیکستان ما، با اون شکل پیشینه، شکل قبلی که دیگر جمهوری اسلامی ایران را یک جمهوری واقعا هم اسلامی که هیچ مرز بین سنی و شیعه نمیگذارد، با اون شکل یک قبول ندارد. چرا؟ این تجربه 30 ساله و 40 ساله خیلی واقعیت‌های دیگر رو هم نشان داد و اینم باید اعتراف کنیم که جمهوری اسلامی هم، در جمهوری اسلامی ایران این طور نیست که
تمام جهان اسلام را یک رنگ ببیند، تاجیکستان را و نهضت را یک رنگ ببیند و بگه که این یک حرکت سنی حنفی است. نه، بله من این قبول دارم و واقعا هم جای قدردانی هم هست که رهبریت جمهوری اسلامی ایران، نهادهای جمهوری اسلامی ایران به این نظر هستند و تا امروز خدا را شکر این مناسبت را به ملت تاجیک و تاجیکستان کردن. اما این هم باید اعتراف کنیم، چون وقتی من اعتراف میکنم که در نهضت ما این گونه گروه ها هست، در تاجیکستان الکی این گروه ها هست که نگاهشون به جمهوری اسلامی تغییر کرده است، باید این هم اعتراف کنیم که در جمهوری اسلامی ایران هم هستند افراد گروه هایی که نهضت را از زاویه دیگر میبینند یا دیدن میخواهند تاجیکستان را هم و مسائل اسلامی را هم. حالا یک مثال بزنم تا اینکه مسئله روشن‌تر شود. وقتی که نهضت سرکوب شد، تارومار شد، زندانی دادیم، شهید دادیم در سال 2015 5 سال پیش، ما صدا بلند کردیم، خواهش کردیم، خودم شخصا رفتم با صحبت ها کردم، حتی در قم بودم با مراجع صحبت کردم، هیچ واکنش نشد. و یعنی که این که یک عده از مسلمان ها در اونجا دارن ذبح میشوند، کشته میشوند و نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع شد، هیچ واکنش نشد. اما وقت آخر بعضی واکنش ها هست، بخصوص وقتی که طلبه های در قم تحصیل کرده مورد فشار قرار گرفتن که حالا عددشون این نباید این شود و این هم واقعا ظلم است. این کاری که حکومت تاجیکستان کرده ایستاده است بالای این بچه‌ها واقعا ظلم است. اما وقتی که به تحصیل کرده های قم یا دیگر مدرسه ها در ایران فشار وارد شد، بعد 5 سال از اون که هزارها نفر کشته شد و مهاجر شد که این عدد شاید 100 نفر بیشتر نیستند و بخصوص بعضی از افرادی که مثلا شهید شدند، آقای سید قیام‌الدین غازی در داخل زندان، در پهلو دیگر شهدای ما در اینجا آمدن، این دوستان بعضی از دایره‌های جمهوری اسلامی ایران صدا بلند کردند و حتی از منبرها و از منبرهای دیگر به شکل‌های دیگر واکنش‌ها شد. اینجا سوال را به وجود می‌آورد که اگر نگاه به تاجیکستان همچون یک مسلمان‌ها هست، یک مردم سنی هست، یک نهضت سنی حنفی هست که در پهلوی خودش الحمدلله برادران شیعه اسماعیلی را هم دارد و پیش میروند، چرا طول این همه سالها خاموش بودن دوستان ما؟ صدا بلند نکردن، نامه‌نگاری کردیم، صدا بلند کردیم که شما کفیل صلح هستید. اما در مرحله آخر وقتی که این صداها بلند شد، واقعا سوالها را به وجود آورد و امروز نظر من چی است؟ نگاه من این است، پیشنهاد من این است که ما باید کسانی که هم در تاجیکستان، هم در نهضت اسلامی تاجیکستان و هم در جمهوری اسلامی ایران که واقعا هم دغدغه‌مون فکرمون اسلام هست، مسلمان‌ها هست، فرق نداره که شیعه هست، سنی است، اگر مظلوم قرار میگیرد باید در پهلوی مظلوم ایستاد. وقتی که شیعیان بحرین مظلوم قرار گرفتن، من با دوستان بحرینی خودم که از حکومت بحرین بودن، با وزیرها که شناس آشنایی داشتم، با اونها موقع گیری کردیم که شما دارید نسبت هموطنان خودتون ظلم میکنید. اما در سوریه وقتی که مردم مسلمان سوریه مورد ظلم قرار گرفت، نه به خاطر اونا که سنی بودن، از طرف حکومت سوریه، اگرچه شیعه هست یا هر کی هست من کار ندارم، اما ظالم بود و این مردم سوریه مظلوم بود. من اومدم در پهلوی مردم سوریه قرار گرفتم و این رو از منبرها به طور آشکار گفتم، اگرچه میدونستم بعضی از دوستان در جمهوری اسلامی ایران ناراحت خواهند شد. برای ما معیار اون ظلم، مظلومیت و ظالم هست. این نیست که اگر یک هم مذهبی من، یک سنی ظالم باشد، من بیام در پهلوی ظالم قرار بگیرم فقط به خاطر آنکه این هم مذهبی من است. یا اگر مظلوم از گروه من نیست، از هم عقیده من نیست، هم مذهبی من نیست، من باید از او پشتیبانی نکنم. این است، این مشکل اساسی ما جهان اسلام امروز شده است و وظیفه ما از این نیروهای معتدل، چی در ایران، چی در تاجیکستان، چی در سراسر جهان، این است که بیایم این نیروهای معتدل را به هم نزدیک کنیم و واقعا ارزش‌های اسلامی ملاک ما باشند، نه اینکه این دیدگاه‌های محدود مذهبی و منفعت‌های سیاسی. اگر هر کسی که حالا فرق نمی‌کند اون جمهوری اسلامی ایران هست، عرب هست، ترک هست، هر کجای باشه، با این دیدگاه‌ها با ما شریک هستند، ما در خدمت هستیم. اما اگر بیان که احساس کنیم که نه، در اینجا با سیاست‌های دیگر است، دیگر نه تنها ما، ملت تاجیک، مردم مسلمان و همه کس حق دارد که دیگر سیاست‌هایش را طبق منافع و طبق اون ارزش‌های خودش بگیرد. و من مطمئنم که، حالا باز تکرار میکنم،
که ما دیدگاه‌های مشترک زیاد داریم و بخصوص این جمله رو هم بگم که نظر من این است که ملت تاجیک و ملت ایران چون بالاخره یک ملتند، ما هر دو کشور محکوم به آن هستیم که در پهلوی همدیگر باشیم. یعنی فرق نداره امروز در تاجیکستان کی حاکم است و در ایران کی در حاکمیت است، امروز کی مهاجر است مثل من و کی مهاجر نیست. این دو ملت تاریخاً از لحاظ اعتقادی، از لحاظ فرهنگی محکوم به آن هستند که باید در پهلوی همدیگر باشند. ما مسائل رو این گونه می‌بینیم و خیلی خوبش هم هست. واقعاً من می‌ندارم هستم که رهبریت جمهوری اسلامی ایران این دیدگاه رو دارن. اصلا ما این دیدگاه رو بیشتر از اون طرف آموخته می‌دیدیم. بیایم پیش راه اون دایره‌ها و گروه‌هایی را که مسائل‌ها را از دیدگاه‌های تنگ و محدود مذهبی می‌بینند، چه در طرف ما و چه طرف جمهوری اسلامی ایران، پیش راه اینا رو بگیریم. من مطمئنم که یک مشارکت استراتژیکی بسیار قوی بین دو ملت در آینده شکل خواهد گرفت. خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا جامع و کامل بود صحبت ها. من یه نکته‌ای رو حالا به قولی اشاره بکنم بهش. دقیقاً همونطور که شما صحبت کردید، گفتید در همه جای مختلف، همه کشورهای مختلف گروه‌های متفاوتی هست. در جمهوری اسلامی هم همینطوره. شاید مردم یا گروه‌های مردمی که خبر دستگیری دانشجوهای تاجیکی رو مثلا می‌بینن، ظلم به یک مسلمانی رو می‌بینن، قطعاً به واکنش ختم میشه و همینطور که در این اواخر مشاهده کردید. یعنی شما همون بحث سیاست‌های جمهوری اسلامی رو مثلا به پای کل جمهوری اسلامی نوشتن، حالا شاید درست نباشه، چون همینطور که شما دارید میگید توی نهضت گروه‌های مختلفی هست، توی جمهوری اسلامی هم گروه‌های مختلفی هست. ما واقعاً به دید نگاه شنیدن صدای مظلوم، شنیدن صدای یک مسلمانی که ظلم شده بهش، فارغ از مذهب، فارغ از تفکر سیاسی، فارغ از مسائل دیگه، به دنبال این مسئله ایم و حساس شدیم در مسائل تاجیکستان. نکته بعدی این که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، ببینید میدونیم، همه دوستان میدونن که نهضت برآمده از مردم و شکل گیریش به واسطه مردم بوده، اما بعد از حالا سال 2015 حالا اتفاقاتی که افتاد و اینها، خودتون امروز رو، نظر مردم تاجیکستان رو در امروز در حال حاضر در مورد نهضت چی ارزیابی میکنید؟ آیا همون بالای 95-6% که مسلمان هستند در تاجیکستان همه پشتیبان نهضت هستند یا خیر؟ این نگاه مردم به نهضت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، واقعا خیلی خوب گفتید که چون نهضت مردمی بود، از حالا دامنی مردم برخاست و همین عامل بود که امروز نهضت فعالیت پابرجاست و ادامه دارد. اگر این نبود، با اون ضربه‌ای که ما خوردیم، اکثر رهبریت نهضت 80% شورای ریاستی نهضت الان در زندان است و مدت‌های طولانی، یک قسم هم به شهادت رسیدن. ساختارهای نهضت در داخل کشور بسته شد، مالکیت ما کاملا مصادره شد، چه مالکیت حزبی و چه مالکیت خصوصی ما. نهضت، هر حزب و هر گروه دیگر اگر مردمی نبود کاملا از بین رفته بود دیگر، اما نهضت نه، از بین نرفت. چرا؟ سر این حقیقت هم در همون است که ما در قلبی مردم هستیم و مردم خودش دارد ما را حفظ میکنه. اما بعد از این حادثه 2015 یک مرحله بسیار دشوار بود که هم خود ما در حالت شاک بودیم، چون اصلا نمیدونستیم که چی شد، چه اتفاقی افتاد، و هم این پراکندگی و سرکوبی و اصلا جامون معلوم نبود. یک قسم آمدن اروپا، یک قسم دیگر. من خودم سالهای اول در ترکیه و در ایران تردد داشتم، بعد دیدم که در اونجا فضا دیگر محدود شد، آمدم اروپا و همینطور برادران و خواهران دیگر که سالی ماندن. اما بعد از سال 2018 ما کمی وقتی که این حالت شاک بیرون شد و کارهای خود را سامان دادیم، وضعیت تغییر کرد. مردم هم با اون تبلیغاتی که دولت کرد از رسانه‌ها آمد، شدیداً اولش که نهضت رو همچون سرکوب شده معرفی کرد که از بین رفتن تمام. بعد آمدن معرفی کردن که یک نیروی دست نشان داده خارجی ها بود، حالا گاه اخوانی و گاه سلفی و گاه ایرانی، چون میدونستن که مردم تاجیک اکثرا مسلمانی سنی هستند، با این اتهام شیعه بودن و شیعه شدن و شیعه گرایی نهضت
در اول که یک قسمی از مردم باور کردند، شاید باور کردند، خیلی تاثیر داشت و این عامل ها سبب شد که یک فاصله بین ما و مردم واقعا با وجود آمد و ما این رو درک میکردیم. از یک طرف ضعف خود نهضت، پراکندگی در ما، از طرف دیگر این تبلیغات گسترده و از همه مهمش این جامعه جهانی، از آن جمله کشورهای کفیل صلح هم که یک خاموشی و بی‌طرفی را موقع گرفتن، دیگر همه اینا باعث شد که یک فاصله به وجود آمد. اما بعد از سال 2018 وقتی که ما اومدیم خود را صفا را جمع کردیم و این پیمان ملی شکل گرفت و از همه مهمش این نکته که خیلی برای ما اهمیت داشت این است که وقتی ما احساس کردیم که دیگر جهان ما را ترک کرد، چون همه گرفتار مشکلات خودشون هستند و اروپا و غربی هم نگاهشون به ما یک گروه مسلمان اسلامی مظلوم، ولی میگن بالاخره نام اسلامی هستند، حالا یک دیکتاتور سکولار از نگاه اینها بهتر است از یک اسلامگرای خیلی هم معتدل و روشنفکر و این شناخت کلی اکثر سیاستمداران اروپایی است. خب کشورهای اسلامی هم که دیگه برای خودم روشن، من درباره ایران و ترکیه و کشورهای دیگر هم موقع را گفتم که دیگه تکرار نمیکنم. این از یک طرف برای ما بد بود، اما از طرف دیگر خیلی به ما کمک کرد، چون وقتی ما دیدیم که نه همه جا ارتباطات قطع شد و تنها ماندیم، دیگر تنها ماند پروردگار خداوند که رو به خداوند بیاریم و به ملت. و در این دو زمینه وقتی کارهای خوب انجام شد، ما مستقیما دیگر رفتیم سراغ ملت، با ملت گفتگو کردیم، صحبت کردیم و نتیجه داد. امروز در سال 2021 میلادی بعد از 3 سال ما از سال 2018 قرار داریم، واقعا هم من خودم شخصا این نتیجه ها را انتظار نداشتم که ملت بار دیگر برمیگردد به سمت ما، نه تنها به خاطر آن که ما حالا بگیم نیروی از همه قوی‌تر و بهتر هستیم، نه، ما در اینجا آمدیم یک مقدار شفاف سازی ها کردیم، اشتباهات خود را به ملت گفتیم، از آن جمله خودی من هم از اون اشتباهات و کمبودی هایی که در سیاست گذاری خودم کردم، حتی در رفتارهای شخصیم بود، اینها رو با ملت با صراحت با آشکار آمدیم گفتیم که بالاخره انسانیم، در سیاست ها اشتباه کردیم، در مناسبت ها اشتباه شد. الان میخواهیم با یک رویکرد جدید خیلی هم صمیمانه و شفاف با مردم صحبت کنیم و مردم رو در پهلوی خود ببینیم، خودمون در پهلوی ملت باشیم و این مبارزه رو برای رهایی ملت از این وضعیت آغاز کنیم. و من خیلی تعجب کردم که ملت بخصوص جوانان خیلی هم زود آمدن این پیام رو گرفتن. من فکر میکنم دو عامل تاثیر رساند، یکی این شفافیت و صمیمیت ما که هم از کمبودی‌های خودمون گفتیم و خودمون دیگر داره معرفی میکنیم، نه اینکه کمکداران میگن که اینا شیعه هستن یا سلفی هستن یا اخوانی هستن یا امریکایی هستن، و نه اینکه اجازه بدیم که دیگران ما رو معرفی کنن، حتی دوستان خودمون، بلکه اومدیم خودمون رو معرفی میکنیم که ما کی هستیم و چی میخوایم. این از یک طرف. از طرف دیگر ملت تاجیک هم درک کرد که رحمانوف دیگر به درد نمیخورد، چرا پتانسیلش تمام شد و این مدیریتش در سالهای آخر نشان داد که اصلا نه به درد دولتداری میخورد نه ملتداری میخورد و هیچ برنامه برای ملت ندارد و تنها هدفش قوی گرداندن خانواده خود، گرفتن سرمایه دولت و ملت در جیب خود و فرزندانش و این ملت این را داره مشاهده میکنه، نه به خاطر آن است که ما میگوییم. اگر ما میگفتیم مردم شاید میگویند اپوزیسیون است و حالا حرفش هم میزنه، مثل که اپوزیسیون ها دیگر کشورها هستند، مثلا جمهوری اسلامی ایران هم مخالفین دارد که به مراتب از ما قوی ترند. ما حتی شبکه تلویزیونی نداریم، اونا 40-50 شبکه تلویزیونی دارند و کشورهای قوی غربی هم در حمایت آنها هستند، پشتیبانی میکنند، اما ما کسی رو نداریم. حرف اینها تا چه حد به ملت ایران تاثیر میرساند با وجود این همه امکانیت ها من نمیدونم، این قضیه ایران است و دولتش و اپوزیسیونش. اما اگر ما مردم رو نمیداشتیم و مردم به حرف ما باور نمیکرد و به چشم خود نمیدید، یقینا مطمئن باشید که حرف ما هیچ تاثیر نمیداشت و در آینده هم نخواهد داشت. اما چون حرف ما صادقانه هست، با آن چیزی که مردم میبیند مطابقت دارد، همخوانی دارد، اینا در مجموع دست به دستی هم دادند و امروز ملت به سمت ما دارد میگردد و شما ببینید صحبتایی که مثلا رحمانوف میکند یا صحبتایی که یک مسئول دولتی میکند یا تلویزیونشون میکند که تمام تلویزیون از اون است، هیچ تأثیر ندارد مگر اینکه یک بلاگر، یک فعال اجتماعی و رسانه‌ای ما
چه رسد حالا به رهبریت پیمان ملی اینا که حتی اونا از ما بیشتر بیننده دارن، پربیننده ترین حالا شبکه‌های برادران و خواهران ما هست و ملت. حتی ما دیروز یک صحبت با کارشناسان غربی هم اینجا داشتم، با دانشگاه غربی، اتفاقا مثل همین صحبت بود. اونا خودشون الان آمدن این سوالا رو مطرح میکنن که چی شد که یک سال اخیر همه چیز به هم خورد و تغییراتایی هست، شما در صحنه قوی تر شدید، مردم به شما اعتماد بیشتر پیدا کردن. منم سوال کردم که دلیلتون چی است که میگین اعتماد مردم بیشتر شد؟ اونا میگن چون ما تحقیقات میدانی داریم و کارشناسان ما، سرچشمه‌های ما میگن اعتماد مردم به پیمان ملی تاجیکستان به نهضت بیشتر شده است در این و دیگر نیروهای مبارز هم. فقط سوال این است که دلیلش چی است و اونا هم در جستجوی این دلیل هستند. ما هم حالا نظرم این است که ملت امروزه تاجیک الان یک چرخش دارد، باز هم از نو به سمت ما. اما این سوال که آیا همه ملت با ما هست؟ نه. اگر هر نیروی، حالا فرق نداره در کدام کشوری هم باشد، بگوید که ما اکثریت مردم را با خود داریم، یک کمی مبالغه است. ما شرط نیست که اکثریت مردم را داشته باشیم. اگر اون نخبگان فکری، مردم روشنفکر، چه از قسم مذهبی و چه از سکولار، اگر با ما هستند که الحمدلله امروز با ما هستند و روز به روز دارد بیشتر میشد، کافی است که همینا با ما باشند. اون مردم عوام دیر یا زود حتما به این سمت خواهد آمد، چون یک مدت اونا تحت تاثیر ترغیبات حکومت قرار میگیرن، بعدا میبینن که نه، اینا هم نه اونهایی هستن که دربارهشون دیگران میگن، بلکه همون کسانی هستن که خودشون درباره خودشون صمیمانه گفته ایستادن. در مجموع من نظرم این است که امروز یک چرخش هست که اعتماد مردم به ما دارد بیشتر میشد. اما سوالم به ما این هست، در نزد خودمون، در نزد مسئولان پیمان، من همیشه این سوال رو میگذارم که آیا ما واقعا هم سزاوار این اعتماد مردم هستیم یا نیستیم؟ آیا ما کارهایی را داریم انجام میدهیم یا در آینده باید انجام بدهیم که سزاوار این اعتماد باشیم یا نه، میمانیم یا نه؟ این سوالی هست که ما باید بالای آن فکر کنیم و امیدوارم که خداوند و ملت هم ما رو در این سمت کمک خواهد کرد. خیلی ممنون آقای کبیری. حالا یک سوالی که همین الان پیش میاد، مسئله اینه که شما اذعان دارید که اکثر مردم تاجیکستان با نهضت هستن. یک سوال میتونید به صورت درصد به ما بگید به نظرتون چند درصد مردم با شما، که یه سه تخمین صرفا دیگه، به عنوان رهبر نهضت اسلامی؟ باز در تاجیکستان هیچ وقت انتخابات شفاف نبود که این آمار بگیریم، یک نظرسنجی شفاف امکان ندارد که این آمار رو بگیریم. اما وقتی که ببینه در سخت‌ترین روزهای نهضت طبق اعتراف خود امیر رحمانوف ما نزدیک 10%، 8 و چند درصد رای گرفتیم که این نزدیک اون سالها نزدیک 400,000 انتخاب کننده میشد که از مجموع انتخاب کننده ها که 4 میلیون هستند این رقمی کم نبود و اینا فکر کنید که خیش و تبار دارن، اقوام دارن و من فکر میکنم که اون مردم که الان از بین نرفتن بالاخره وجود دارن. درست که نهضت همچون ساختار هجرت کرد از بین رفت، اما اون مردم باقی هستن در داخل کشورن. من هنوز هم خودداری میکنم از دادن 1%. چرا نمیخواهم اگر خدای نکرده اون رقم واقعی رو پایین برم و یا نمیخوام مردم هم بگن که از کجا این آمار رو گرفتی که حالا مبالغه داری میکنی، ولی اون فضایی که الان دارد شکل میگیرد و از همه مهمش این نکته هم خیلی اهمیت دارد که تا 3 سال پیش 2 سال پیش هیچ کسی از داخل کشور با ما تماس نمیگرفت. درست که مهاجرین از روسیه از نقاط جهان تماس میگرفتن، الان از داخل کشور، از داخل خود نمیگم نهادهای دولتی، بلکه از قشرهای گوناگون جامعه دارن تماس میگیرن، پیام میفرستن، همکاری میکنن. حالا دیگر خودتون بیاد این آمار رو بگیرید که اگر وقتی از داخل یک نهادهای رسمی با ما تماس میگیرند و این حرف رو میزنن که ما انتظار آمدن شما هستیم چون خسته شدیم از این حاکمیت امروزه، پس این دلالت به خیلی از تغییرات ها میکند و فکر کنم که آماری کم نیستون. اگه حالا به این مسئله توجه بکنیم که حالا آمار کمی نیست، شاید این پرسش پیش بیاد که واکنشی یا به هر حال خروشی، کنشی در
بین مردم تاجیکستان در کشور تاجیکستان آیا هست الان نسبت به مواضع دولت تاجیکستان؟ اگر نیست که چرا؟ با توجه به این که تعداد اعضای نهضت، طرفدارای نهضت در تاجیکستان رو به رشده. حالا فضای شاید جواب این باشه که فضای خفقان و اینها، اما باز هم با فضای خفقان به هر حال یک مسلمانی که به فکر جامعهش هست و حالا اون تفکرات انقلابی رو داره قطعاً تو هر جایی دیگه سکوت نخواهد کرد. میخوام درباره اینم اگر میشه توضیحی بدید. ملت تاجیک یک ملت دین محور است، ارزش محور است و خیلی هم پایبند به اعتقادات اسلامیش است. اون دیگر فرق ندارد که در حاکمیت کی است، آیا رحمانوف است، نهضت میاد، پیمان میاد، کسی دیگر. اتفاقا 2 روز قبل یکی از شخصیت‌های معروف روحانی ما دام الله حکمت الله که یکی از ستون‌های اعتقادی و مذهبی مردم بود دنیا گذاشتند و دیروز من نوار جنازه مراسم تدفین ایشان را دیدم. حالا مشخص کردن دشوار است، اما ده ها هزار انسان در یک منطقه کوهستانی که اصلا از دوشنبه صدها کیلومتر در یک کوهستان هست مردم رفتند و تا اینکه در مراسم جنازه ایشان شرکت کنند، اونم در شرایط سخت کرونایی و در این مشکلات اقتصادی. اگر رحمانوف حالا در اون منطقه کوهستان چه در همین داخل تاجیکستان اگر فوت کند و اجباری نباشد، کسی در مراسم جنازه جز از همون مقامداران و منصبداران شرکت نخواهد کرد. یعنی به این حجم آدم جمع نمیشود، چه رسد اگر باز در یک کوهستان فوت کند کسی نخواهد رفت. یعنی این دلالت به آن میکنه که ملت تاجیک همین ملت است دیگر. حالا این به نهضت و کسی دیگر دخل نداره. اتفاقا همین شخصیت محترم مذهبی خداوند بیامرزش و جایش را جنت کند مخالف نهضت بود. یعنی در مذهبی کردن مردم یا نگه داشتن اعتقادات مردم، نهضت یکی از طرفای سهیم هست، نه همه چیز است. حالا منظورم چی است از این؟ ملت تاجیک الان در جستجوی کرامت و شرافت و سربلندی هست. هر کی این ارزش ها را برایش ارمغان بیارد دنبال او خواهد رفت، حتی اگر حزب کمونیست هم باشد. اما باور شده است که اگر اون حزب کمونیست بیاد آزادی مذهبی یک وعده سبکی بکنه، شاید از حزب کمونیست هم پیروی کنند. چه رسد به مذهبی مردم هست، هم دنبال او برنامه. 2 عامل دارد. یکی این از کمکاری‌های رحمانوف، از مشکلاتی که رحمانوف بالای مردم آورد، چه مشکلات اقتصادی، چه فرهنگی، چه حالت خفقان، و خیلی هم دارد با غرور و کبر با ملت مناسبت میکند. یک ملتی که قشاق‌ترین در سطح جهان است. ما از جمله 15 کشور قشاق‌ترین جهان هستیم که دخل یا درآمد هر یک شهروند در پایان‌ترین سطح بر حد کشورهای افریقایی و اون جنگ زده هست دیگر. در مسائل آزادی انسان، آزادی‌های اصولی انسان مثل آزادی مطبوعات، آزادی دین، آزادی‌های سیاسی، ما جزء 8 کشور سخت‌ترین دنیا هستیم. در قطار کره شمالی، سوریه، عربستان سعودی و اینها قرار داریم. و خب مردم وقتی که به این حال گرفتار است و یک نفر میاد خود را پیشوای ملت اعلام میکنه، یعنی میگه شما کم بی‌ضاعت باشید، شما محروم باشید، شما در زندان باشید، اما من پیشوا هستم، پیشوای شما هستم و باید این را بپذیرید. اگر کسی که نپذیرفت تقدیرش مثل نهضت و مثل دیگر مخالفین خواهد شد، یا در زندان میمیرد یا در هجرت خواهد بود. این تحقیر ملت است. حالا اگر وقتی خود را پیشوای ملت بالاتر از رئیس جمهور اعلام کرد، حالا حداقل معیشت مردم بهتر می بود، زندگی مردم بهتر می بود. ما بیشتر نزدیک 2 میلیون مهاجری کاری داریم از 8 میلیون اهالی. حالا از این 8 میلیون حدی اکثر 4 میلیونش قوه کاری است، باقی مانده پیرمرد و پیرزن و سالخورده و اطفال هستند. پس نصف ملت تاجیک در جستجوی کار در خارج است. این بنده خدا آمده است خودش رو پیشوای ملت اعلام کرده است. ملت میخواد از این وضعیت رهایی پیدا کند. حالا این برنامه رو پیمان دارد، نهضت دارد، حزب کمونیست دارد. حتی من مطمئنم اگر یک نفر جسور و با دارای دیدگاه‌های ملی از داخل خود خانواده رحمان، از داخل دولت اگر پیدا شود، این شعار را بلند بردارد، دیگر مردم سراغ پیمان اینا نخواهند رفت. مردم سراغ همون نفر می رود که
از این مشکلات او را برهانند. بنابر همین مسئولیت ما هم در این است که ما نباید مغرور با آن شویم که همه این نتیجه کاری ما هست که مردم رو به سمت ما سوق داد، بلکه این عامل‌های دیگری هم هست، از اون جمله مشکلات و اشتباهایی که خود رحمانوف هم دارد صادر میکنه. ممنون آقای کبیری. حالا من میخواستم برم سراغ سوال بعدیم. یه سری چند تا سوال بود خیلی برای من جالب بود از دوستانی که دارن این وبینار رو مشاهده میکنن. خیلی سوال واقعا هم قشنگ بود. ما مردم ایران مردم مهمان نوازی هستن در کل، حالا شناخته شده. دوستان سوال کردن اگر ما به عنوان برادر و خواهر دینی شما، برادر و خواهر انسانی شما از شما دعوت بکنیم تشریف بیارید منزل ما توی ایران، به نظر شما موانع چیه؟ واقعا مردم ایران، چه حکومت چه مردم، همه نهادها واقعا مردم مهمان نوازی هست. ما نهضت اسلامی تاجیکستان و ملت تاجیک هیچگاه اون پشتیبانی و کمک های شما رو فراموش نخواهیم کرد. بخصوص خود مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، دولت های جمهوری اسلامی ایران از زمان خود آقای هاشمی رفسنجانی شروع کرده تا به امروز و از مردم ایران در مجموع در داخل تاجیکستان هم کمیته امداد خمینی خیلی کمک‌های به مردم کرده بود تا روزایی که بسته میشد. هزارها نفر از کمک‌های این نهاد استفاده کردند و حالا هم برخی از تاجیکان ما، از بعضی از اقوام ما هم خیش و خانواده ما در جمهوری اسلامی ایران مهمان هستند و مورد مهمان نوازی بسیار خوبی مقامات و مردم ایران قرار گرفتن که ما واقعا می‌نداریم. و من خودم هم قبلا هم خیلی سفر میکردم و خب یه خودتون گفتید و حتی در بعد از هجرتم چند مدتی بودم و میرفتم میومدم. امروز هم اگر این رفتن من به نفع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است و هیچ تهدید جدی به مناسبت‌های ایران و تاجیکستان ندارد و مناسبت‌های دو ملت ندارد، من آماده هستم هر وقت که از بنده دعوت شود با کمال میل خواهم پذیرفت و واقعا هم مشتاق این سفر هستیم، هم بالاخره دوستان و برادران نهضتی رو میبینیم، مردم ایران رو باز یک تشکر میگیم برای این همه زحمت کشیدن. اما این نکته باید روشن باشد، چون ما همیشه جانبدار رابطه های برادرانه و دوستی دو ملت هستیم، تاجیکستان و ایران. به هیچ وجه نمیخواهم که در رابطه های اون دو ملت کمترین خدشه وارد شود، کمترین مشکل پیش بیاد، حتی اگر به فایده ما هم باشه. حالا اگر وقتی آخر دیدم که رابطه ها خیلی دارن بهتر میشوند، حالا تحت تاثیر چی شرایطی رحمان و میشوند. حالا یک صدای اینجا پیدا شد مثل که رفت شد. حالا طبیعت رحمانوف را شما هم خوب میدونید، من هم میدونم. اگر ما تاجیک‌ها از ضرب المثل داریم که خرش که از لای گذشت دیگر ایران رو نمیشناسد. رحمانوف یک زمانی بود که خرش از لای گذشت، دیگر نه ایران رو میشناخت، نه نهضت رو میشناخت، نه کسان دیگر رو که او را به سر قدرت آوردن و حکومتش رو مستحکم کردن. اما الان دارد فشار بالاش بیشتر میشود، مشکلات با قرقیزستان، مسئله های اقتصادی هست و تمام دنیای متمدن دارد رحمان را ترک میکنند چون اعتماد به او دیگر ندارند، حتی شریکان استراتژیکشان. و این در این مرحله باز رو آورده است به افغانستان و ایران. باز هم همون صحبت‌ها و شعارهایی که ما مسلمان هستیم و ما فارس زبان هستیم، اینا یک زمان یادش رفت که مسلمان بود و فارس زبان بود چه تحقیرهای نسبت افغانستان و نسبت ایران کرد و اصلا ایران را سبب اصلی تمام مشکلات‌های خود اعلام کرد و فیلم‌های هم ساخت. نهضت اسلامی تاجیکستان را اینا شیعه شدند، اینها ایرانگرا هستند گفته تهمت کرد. اما الان چون وضعیتش دشوار است، باز یک چرخش به طرف ایران و به طرف افغانستان کرده است و اتفاقا خوب هم هست. من همچون یک تاجیکستانی و همچون یک مسلمان برعکس هر چی از دستم بیاد برای قوی‌شدن ارتباطات این سه کشور خواهم کرد، از اون جمله با ایران هم. اگر این سفری من دعوت شد این در راستای منفعت‌های دو کشور هست، من آماده هستم که بروم. اما اگر دوستان بینن که نه حالا این به نفع نیست و به رابطه‌های تاجیکستان و ایران ضرر میرساند، ما که بالاخره دیگر هستیم. من سفرها میکنم به شرق به غرب، حالا به تمام کشورهای اروپایی ملاقات داریم، به کشورهای آسیای شرقی هم میروم، به کشورهای افریقایی هم، حالا نام نگیرم که رحمانوف باز نوت اعتراضی با اونجا نفرستد،
اخیراً سفرهای در همین شرایط کرونا ویروس هم داشتیم. ولی چرا به ایران نروم؟ ایران چرا چه مشکلی دارد که حالا من به ایران سفر نکردم؟ جمهوری اسلامی هست، خب پشتیبان نهضت بود و کفیل صلح هم هست، خیر تاجیکستان و ملت تاجیک را میخواهد. نهضت را هیچ کشور، هیچ سازمان بین المللی همچون سازمان افراطگرای اکستریمیست و تروریست اعتراف نکرده است غیر از خود رحمانوف. خب همه ما را قبول دارن، اشکال نداریم. چرا ایران باید تابعی حرفا و گفته‌های رحمانوف شود؟ اگر این آمادگی در جمهوری اسلامی ایران هست، من آماده هستم، انشاءالله در اولین فرصت سفر خواهم کرد. بله، حالا شاید بخشی از مسئولین، بادم دارم اشاره میکنم، بخشی از مسئولین جمهوری اسلامی صلاح ندونن سفر شما رو، اما ما قول میدیم شرایط جوری باشه که ما بتونیم راضی بکنیم، شما رو ببینیم، با شما صحبت بکنیم. ما انقدر خوشحالیم که از راه دور با شما صحبت داریم میکنیم دیگه. حالا اگر حضوری هم باشه شما باشید دیگه فبه ها. حالا ببینید دوستان برادر عزیز، من خیلی میخوام که دیگر هر کجا سفر میکنم سفرم آشکار و شفاف باشد، رسمی باشد و ما باید بالاخره حرف خود را آشکار بزنیم به رحمانوف که جهان قبولت ندارد، چرا باید ایران قبول کند و هیچ کس قبول ندارد و ایران من فکر میکنم باید که دیگر این حق را دارد و باید مثل کشورهای دیگر رفتار کند. ما نمیگیم که جمهوری اسلامی ایران بیاد از نهضت اسلامی تاجیکستان یا مناسبتش رو با رحمان باید شکل دیگر کند، نه، بیاد دقیقاً مثل روسیه، مثل ایران، مثل ترکیه، مثل کشورهای افریقایی، اروپایی، امریکایی رفتار کند. اگر در همین حد رابطه‌های دیپلماتی و سیاسی شفاف و آشکار باشد، فکر میکنم خیلی هم برای ایران خوب است، هم برای تاجیکستان و هم برای ما. بله، قاعدتاً حالا جمهوری اسلامی ایران با دولت تاجیکستان یک سری روابط دیپلماتیک دارن. رحمانوف رو به عنوان رئیس جمهور میشناسن. البته ما و حالا بخشی از بدنه جمهوری اسلامی با ظلم مخالفیم، یعنی با این مسئله خیلی حساسیت داریم که قاعدتاً افراد هستند و متاسفانه هنوز دارند ظلم میکنن. نکته دیگه من حالا معذرت میخوام، ببینید مگر آلمان با تاجیکستان رابطه دیپلماتیک ندارد یا در تاجیکستان سفارت ندارد؟ و بهترین ارتباطات هم تاجیکستان با آلمان دارد، با آمریکا دارد، با فرانسه دارد، با کشورهای اروپایی دارد. ما بالاخره اینجا هستیم، حرفمون میزنیم، ملاقات میکنیم، در پارلمان، در وزارتخانه ها، در رسانه هاشون هستیم. چی اشکال دارد؟ حالا جمهوری اسلامی ایران ولی رابطه‌های دیپلماتیک دارد. اتفاقا من باور دارم که این گونه رابطه‌های شفاف و آشکار باعث تقویت بیشتری رابطه‌ها خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب معیارهای بین المللی و آیین‌نامه سازمان ملل کار میکنه. سازمان ملل که نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریست اعتراف نکرده است و دیگران هم وقتی که با رحمانوف گفتگو میکنن میگن که خب حالا نظر شما است، محترم است، ولی ما سیاست‌های خود را داریم و اینا مهمانی ما هستن، ما اینا را تروریست نمیشناسیم. من نظرم این است که یک مقدار باید که اما نباید اجازه داد که یک نفر، حالا رحمانوف هم باشد، هر وقتی که دلش میخواهد بازی کند، هر وقتی که دلش میخواهد علیه ایران، علیه نهضت، علیه هر کشور دیگر فیلم درست کند و تحقیر کند، بعد که خواست وزیرش را بفرستد بیاد درخواست اصلاح و کمک و پول اینا کند. چرا ما اجازه بدیم که یک نفر؟ ببینید رحمانوف نماینده ملت تاجیک نیست. رحمانوف وقتی که میاد به تهران یا به مسکو به جای دیگر، همه درک کردن که نماینده خانواده خودش است، از نام ملت دیگر حرف نمیزنند. وقتی اون رسید که جمهوری اسلامی ایران هم رحمانوف را نماینده خانواده بپذیرد، نه نماینده ملت. درست است که حالا رسما رئیس جمهور هست، اما باید این پیام داده شود که ملت تاجیک تنها رحمانوف نیست و ملت ایران هم تنها یک رئیس جمهور و تنها یک ساختار که نیست. شما این را میگین و همیشه این را گفته ایستادید و همین صحبتی که الان ما و شما داریم بر همین مبنا هست. اگر ملت ایران همش در دست یک نفر می بود، این صحبت ما و شما قطعا که انجام نمیشد. اما چرا در تاجیکستان همه چی در دست یک نفر باشد و حتی نه تنها امور تاجیکستان، حتی بیاد سیاست‌های ایران رو هم رحمانوف معین کند و تشخیص بده. هر وقتی که خواست بیاد، هر وقتی که خواست وزیر بفرستد، هر وقتی که خواست یک فیلم علیه ایران و علیه نهضت درست کند. باید به این سوال جواب پیدا کرد.
بله خیلی ممنون. در مورد سوال بعدی، من حالا چیزی که از صحبت‌ها متوجه شدم و بحث محوریت بودن وحدت برای شما، احتمال میدم که اگر دولتی بخواد شکل بگیره در تاجیکستان با محوریت نهضت، شما علاقه دارید که مسئله دولت یک دولت سکولار و دموکراتیک باشه. این درسته این فرضیه من؟ بله، اول اینکه ما نمیخوایم دولت شکل بگیرد که با محوریت نهضت باشد. این هم یک حرفی هست که ما کاملا انکار میکنیم. باید دولتی باشد که ملت خودش اون رو سر کار بیارد و حالا اگر ملت خواست که با محوریت پیمان ملی تاجیکستان که نهضت هم شامل آن هست، این دیگر رأی ملت هست، اما از قبل نباید ما چنین پیش‌فرض‌هایی را داشته باشیم و برای ملت چارچوب معین کنیم. این یکی است. دوم اینکه بله ما می‌خواهیم که در آینده در تاجیکستان یک دولت سر قدرت بیاد که سکولار باشد، دموکراتیک باشد و به ارزش‌های مذهبی اعتقادی ملت احترام قائل باشد. یعنی نه باید اون مسائل مذهبی مردم را تعیین کند که مثلا مردم چگونه اعتقاد داشته باشند، آیا سنی باشند، آیا شیعی باشند، آیا حنفی باشند، شافعی باشند، یا نماز را چجوری انجام بدن، چجوری مسجد برن. این کار مردم است دیگر. نباید دولت به اعتقادات یک فرد دخالت کند. به مذهب مردم احترام قائل باشد و امور مذهبی را بگذارد به خود نیازهای مذهبی که مردم خودشون طبق شریعت اسلام و طبق فرمودهای اسلام انجام میدن. دولت باید دنبال مسائل اقتصادی باشد، اجتماعی باشد، برای مردم جای کار تامین کند و بعداً یادمون نرود که تاجیکستان در کجا قرار دارد، در کدام فضا قرار دارد. ما در احاطه کشورهای هستیم که اصلا تجربه داشتن یک دولت دینی را ندارند و حتی افغانستان که به نام جمهوری اسلامی هست امروز از طرف یک دایره سکولار مدیریت می شود و فضا در اونجا کاملا به شکل دیگر است. پس چگونه میشه در تاجیکستان انتظاری این را داشت، توقع این را داشت که یک دولت یا یک حکومت سری قدرت بیاد که حالا در اون گفتمانش یا که برنامه‌هاش بر مبنای دین باشد و مثلا اسمش هم بگذاریم جمهوری اسلامی تاجیکستان یا با هر شکل دیگر، که کاملا این برخلاف منفیت‌ها و برخلاف واقعیت‌های امروزه تاجیکستان و ملت تاجیک است و پیمان ملی تاجیکستان هم در این مسئله یک دیدگاه و برنامه بسیار شفاف و روشن دارد که یک دولت دموکراتیک دنیوی سر کار بیاید با رعایت اعتقادات و ارزش‌های مذهبی مردم. اما یک نکته را باید برای شما بگم. وقتی که ما دولت سکولار میگیم منظور چی است؟ آیا همون دولت سکولاری که الان رحمانوف دارد یا برخی کشورهای دیگر با نام سکولاریسم یک سیاست‌های دین‌زدایی و دشمنانه علیه دین را پیش گرفتن، آیا منظور همین است یا چیزی دیگر؟ منظور ما از یک دولت سکولار تجربه دولت‌های سکولاری هست که در آن یک همکاری و همزیستی مصالحت آمیز دین با دولت، ارزش‌های ملی با ارزش‌های مذهبی و با ارزش‌های جهانی وجود دارد. ما تجربه این گونه دولت‌های دموکراتی را که دین در داخل آن دارای یک آزادی‌های خیلی وسیع هست، هم در اروپا داریم، هم در کشورهای اسلامی داریم، در سراسر دنیا داریم و از این تجربه ها ما باید استفاده کنیم. ما به هیچ وجه دنبال یگان الگوی برای کشور آینده همون نداریم، برای تاجیکستان آینده نداریم که مثلا بعضی سوال میتونن که شما نهضت اسلامی تاجیکستان اگر سر قدرت بیاد آیا الگو از ایران خواهید گرفت، از ترکیه میگیرید، از مالزی میگیرید، از اروپا میگیرید؟ ما نظرم این است که باید الگو از هیچ کشوری نگرفت. ما نه دنبال تطبیق تجربه ایران هستیم، نه ترکیه، نه مالزی، نه اروپا، بلکه یک تجربه تاجیکی خواهد بود که بهترین تجربه ها و بهترین پیشرفت های همه این کشورها و ملت ها را حتما ما وام خواهیم گرفت. اما از اون تجربه های تلخ، از اون تجربه هایی که به واقعیت های مسازگار نیستند، حتی اگر در یک کشور دوست هم آن تطبیق شده باشد، از اون پرهیز خواهیم کرد
زیرا اگر به این نتیجه برسیم که به نفع کشور و واقعیت‌های ما نیست. بله خیلی ممنون. من حالا دارم میرسم به مبحث آخر. حالا قبل از مبحث آخر میخوام در مورد یک نکته دیگه صحبت بکنم، این که حالا قاعدتا این ارتباطی که شکل گرفته بین شما و حالا نهضت با دوستانی که داخل ایران هستند و براشون حساس مسئله تاجیکستان، مردم تاجیکستان به عنوان برادر دینی، برادر همزبان، برادری که فرهنگشون با ما یکیه، میخواستم ببینم حالا ما امید داریم در ادامه حالا با بعضی از نفرات نهضت و بعضی از نفرات ما و بعضی از نفرات نهضت همین همایش رو داشته باشن، صحبت‌های دیگه‌ای رو بکنن و حالا دانشجو باشن. حالا ما خیلی عظیمی از دوستانی که دارن صوت شما رو میشنون دانشجوهای مختلفن و خیلی دوست دارن که این ارتباط بین جوانان این دو طرف، جوانان نهضت و جوانان این سمت برقرار بشه، چون قاعدتا اینها آینده سازان کشورهای خودشون هستن. اگر یک پل ارتباطی حالا بعد از جلسه شکل بگیره و اینها که انشالله هم در خدمت شما باشیم دوباره، یعنی در ماه‌های آینده که مسائل جدیتری پیش گرفته حالا اینها باشه، به نظرم خیلی چیز اتفاقات خیلی خوبی میفته. نظر شما چیه؟ ببینید نظر من حالا قبلا هم گفتم باز تکرار میشه که در این مسئله خیلی شفاف و روشن است. ما جمهوری اسلامی ایران را همچنین یک کشور دوست و برادر میدونیم و این هم اعتراف داریم که در جمهوری اسلامی ایران گروه ها و فراکسیون ها و جریان های مختلف هست، اما بالاخره وقتی که وارد یک منزل میشوید، یک خانه میشوید، باید که از در وارد شد. ما درست که با اعتراف اون که گروه ها و جریان های زیاد هست، اما جمهوری اسلامی ایران را، حکومتش را یگانه و متحد اعتراف داره، میشناسیم، از رهبری شروع کرده با نهادهای رسمی و همیشه سیاستمون این است که کار نکنیم که خدای نکرده باعث اختلافات بیشتر هم در داخل یک جامعه شود، هم در رابطه‌های ما با ایران یا رابطه‌های ایران با تاجیکستان شود. بنابراین خیلی دوست داریم که اون شناخت یگانه که ملت ایران از تاجیکستان دارد، از نهضت دارد، که واقعا تقریبا یکی هست. ما فرق زیاد بین نهادها و گروه‌های جمهوری اسلامی ایران در شناخت نهضت و واقعیت‌های تاجیکستان نمی‌بینیم. یک زاویه‌های هست، یک سلیقه‌های هست که فرق می‌کند این از اون. اما ما طرفدار این ارتباطات بودیم، هستیم، میمونیم. همون طوری که شما گفتید که ما باید واقعیت‌های ایران را با این همه جریان‌ها باید اعتراف کنیم و همه ایران را یگانه بدونیم. ما هم که در نهضت ما هم در اپوزیسیون ما همه یک شکل و یک رنگ نیستن. باید همه با همه اعتراف کرد، با همه بود، اما همون طوری که ما بخوایم با نهادهای رسمی و از طریق رسمی وارد کار شویم، امیدواریم که در آینده هم این ارتباطات دو جانبه از طریق توسط نهادهای رسمی نهضت یا پیمان ملی شکل میگیرد، ادامه خواهد داشت و من مطمئنم که اگر ما این روش سازنده و سالم را خیلی شفاف و آشکار اگر ادامه بدهیم، هیچ کسی از ما ناراحت نخواهد شد. ما هم در اینجا با دوستان خودمون در اروپا و در غرب و در روسیه و در همه جا همیشه گفته ایم که ایران، رابطه با ایران برای ما اولویت دارد، اولویت خواهد داشت و این را از کسی پنهان نمی‌کنیم، نه از رحمانوف، نه از امریکایی ها، نه از روسا. و خیلی دوست داریم که دوستان ایرانی هم بیان این رابطه هاشون رو با ما خیلی بر دیگران هم پیام بفرستن که یک رابطه های طبیعی هم هست و رابطه های منطقی هم هست. من اتفاقا این رو هم بگم، در آخر این صحبت یک کمی طولانی هم شد، وقتی که در واشنگتن بودن مقامات رسمی امریکا در سطح معاون وزیر خارجه از من مسئله گذاری کردن که این رابطه های شما با ایران در سطح خیلی بالا هست، آیا فکر نمی‌کنید که این به ضرر رابطه های شما با جهان غرب و عرب ها و دیگر هست؟ من گفتم که ما رابطه ها با همه کشورها شفاف و آشکار است، در چارچوب منفعت های ملت همون هست و هیچگاه یک حزب اسلامی با یک جمهوری اسلامی یا حتی با یک کشور دیگر رابطه هایش را قطع نمی کند یا کم نمی کند تحت تاثیر یک کشور دیگر، یک کشور دوست، حتی اگر امریکا هم باشد، یک کشور بسیار ابرقدرت هم باشد. و خواهش کردم که این رابطه های منطقی و طبیعی ما رو باید همه احترام کنند، برای آنکه رابطه با ایران برای ملت ما، برای کشور ما و برای نهضت ما خیلی مهم است. این ایران تلاش‌های زیاد کرد، زحمت زیاد کشیده است و نباید ما بیایم
این رابطه ها را قطع کنیم، مگر اینکه خود طرف ایران بیاید رابطه ها را سطحش را پایین‌تر برد که دیگر از دست ما کاری نمیاد. وقتی که ما این حرف رو شفاف و صمیمی با تمام جهان گفتیم و میگیم، چرا از دوستان از برادران ایرانیمان ملاحظه داشته باشیم؟ خیلی دلمون میخواهد که این رابطه در سطح بالا باشد، در سطح رسمی باشد و همه دنیا بداند این را. اما وقتی که رابطه ها آشکار نیست، شفاف نیست، بعد دیگران سوال با وجود میارن که چرا این رابطه ها هست و ما خبر نداریم، نمیدونیم. بالاخره این رابطه های مردم ایران با مردم تاجیکستان باقی خواهد ماند. این رابطه ها همیشه هستند و هیچ کس نمیتواند این رابطه ها را قطع کند. بهتر است که اینا را بیاریم رسمی کنیم، شفاف کنیم و هم بدونیم. بله خیلی ممنون آقای دکتر. البته حالا این گروه‌هایی که قطعاً پاسدار مظلومان در تاجیکستان و در جاهای دیگه هستن توی ایران و به خصوص ما دیگه با ظالم تکلیفشون مشخصه، ما تکلیفمون با آمریکا حالا مشخصه. حالا نمیخوایم زیاد در مورد این مسائل صحبت بکنیم قاعدتاً، اما به عنوان مسئله آخر و نکته آخر و اینم بدونید تو عملم ما واقعا حقیقتاً با ظالم میجنگیم و با مظلومیم به طور کلی، ولی در مورد مسئله آخر حالا این اواخر کمپین هایی را افتاد در داخل ایران توسط جوانان. بحث این آزادی دانشجویان تاجیک بود که حالا دانشجویانی بودن که تو ایران تحصیل کردن و برگشتن و حالا به دلایلی دستگیر شدن در کشور تاجیکستان. حالا یک طوفان توییتری رو ما را انداختیم، یک کلیپی رو دوستان در فضای مجازی پخش کردن و اینها. میخوام نظرتون رو در مورد این مسئله بپرسم و این رو هم بپرسم که شاید خیلی از بچه‌هایی که تو این کارها دخیل بودن الان صدای شما رو دارن میشنون. خیلی دوست دارن در مورد واکنش هایی که به شما رسیده از مردم تاجیکستان، از اعضای نهضت و کسانی که دلسوز مردم تاجیکستان هستن، این رو از زبون شما بشنون. خیلی سوال خوب بود. من یک اشاره به همون اول کنم. واقعا هم ما در واقعی با دوستان امریکایی و اروپایی می‌بینیم که این مسئله تحریمات برای ایران وارد کرده، این هم باید از امضای این سازشنامه هسته‌ای واقعا هم ظلم است. یعنی این حرف رو ما با دوستان میگیم، وقتی که امریکا یا کشور دیگر بالای ایران ظلم میکنه، این حقی طبیعی شما است که درباره این ظلم صحبت کنید و اون طرف رو ظالم بدونید. اما شرط نیست که وقتی که امریکا، ما در قضیه ایران شاید اینا رو ظالم بدونیم، اما در قضیه خودمون ما امریکا کشورهای غربی رو ظالم نمیدونیم. اتفاقا نهادهای امریکایی و غربی و اروپایی بودند هستند که امروز از زندانی های ما از همه بیشتر دفاع میکنند. در سازمان ملل، در محفل ها، در دالان های دیگر خیلی جانانه دفاع میکنند. بنابراین همین در بعضی مسئله ها ما با شما موافقیم و ظالم رو ظالم میدونیم، مظلوم رو مظلوم، اما در مسائلی که به ما ربط دارد، شناخت ما دیگره. همون طوری که خیلی شما خوب گفتید در مسائل مثلا تاجیکستان، نهضت، دیگه ما و شما با این اتفاق نظر هستیم که بچهای ما، بچهای زندانی ما مظلوم هستند، رحمان ظالم است. شاید که مثلا حکومت عربستان سعودی این را مظلوم نمیدوند، بچهای ما را رحمان را ظالم نمیدوند. ما میگه خب این شناخت تو هست و از در این مسئله شناخت با حکومت سعودی با حکومت‌های دیگر ما فرق داریم، یا هر کم نیستن کشورهای دیگر که در این مسئله از رحمان پشتیبانی میکنن. اگر واقعا هم شما، که من به این شک ندارم و واقعا هم این را احساس میکنم و دلم میخواد که همیشه باشه، شما یک موج را راه اندازی کردید که از مظلومین تاجیکستان پشتیبانی کنید، از این دانشجویان، از زندانی های ما. چرا فقط این محدود شود به همون بچه هایی که تحصیل کرده مدرسه های ایران هستند و واقعا هم مظلومند، کاری خوبی هم میکنید. اگر شما و ما و شما متهم با آن نشیم که ما فقط در دنبال مظلومان شیعه هستیم، بلکه تاجیکستان را همون طوری که هستند قبول داریم با شمول شیعه و سنی هست، شما بیاید این موج را راه اندازی کنید و نام تمام مظلومین و تمام زندانی ها را که از نهضت و غیر نهضت هستند در اونجا وارد کنید. این توصیه برادرانه من هست و من واقعا هم میخواهم که این تهمت هم از بالای نهضت هم از بالای ایران برداشته شود که
شما فقط در فکر شیعه ها هستید و در فکر یک عده از شیعه های تاجیکستان هستید و نهضت اسلامی تاجیکستان هم دنبال همین سیاست ها هست و پیروی از سیاست های شیعه گرایی میکنن. چون ما هزارها نفر زندانی داریم که یا نهضتی نیستن ولی مظلومن، یا نهضتی هستن ولی شامل این موج اعتراضی شما نشدن که برادران سنی هستن، خب دیگر تاجیکن، نهضتیان، اما چرا اینا شامل نشن؟ من توصیهم همین است که اگر واقعا کار خیری میکنید، نظر من این است که اینو قوی‌تر کنید، تمام ملت ایران بداند، حتی نه تنها دایره های مذهبی، ما باید کاری کنیم که روشنفکران ایران، سکولارهای ایرانی که واقعا هم اونا دنبال دموکراسی و اگر مردم سالار و حقیقت هستن، اونا بیان از این مظلومین تاجیکستان دفاع کنن. اتفاقا در زندانهای تاجیکستان فقط مذهبیان نیستن، زید سعید و بزرگمهر یاروف و ده ها نفر دیگر، عزت امان که یک هفته پیش از روسیه دزدیده شد، اینا همه سیاستمداران، شخصیت‌های سکولار هستند. الان مناسبت‌های ما و وضعیت این طور شده است که حتی سکولارهای ایرانی و افغانی که خودشان دنبال دموکراسی و مردم سالاری هستند و دعواشون این است که در ایران و در افغانستان باید یک حکومت‌های سکولار و مردم سالار هستند، فقط به خاطر آنکه حکومت تاجیکستان تهمت‌ها می‌کند که نهضت اسلامی تاجیکستان یا اپوزیسیون اینا مزدوران یا دست نشانده‌های نظام ایران هست، نظام مذهبی ایران هست، اینا هم آمدن از یک دیکتاتور سکولار از رحمانوف پشتیبانی میکنن. حالا شما شبکه‌های اجتماعی را ببینید در حوزه فارس زبان، از ایرانی ها، از افغان ها، از کسانی که مثلا با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکلی دارن، اینا اصلا فراموش کردن که در تاجیکستان مسئله مذهبی و مظلوم‌های مذهبی نیستن. اونجا تمام مظلومان از سکولارها هست، از دموکرات‌ها هست، از ملت‌گراها هست. اما این مشکلات، این تهمت‌ها و این جبهه‌گیری‌های صنعی یا مصنوعی باعث آن شده است که حتی کسانی هم که دنبال دموکراسی و مردم سالاری در تمام جهان هستند، اومدن در پهلوی یک دیکتاتوری ظالم قرار گرفتن فقط به خاطر آنکه اون سکولار هست و میگن هر چقدر بیشتر شما از این مذهبی‌ها را اگر داخل زندان کنید و بکشید و اذیت کنید، ما در پهلوی شما خواهیم بود. ما باید این طلب‌ها را بیشکنیم و بگوییم که ظالم و مظلوم اعتقاد ندارد، جبهه ندارد، دین و مذهب را نمیشناسد، با سکولار و با غیر سکولار تقسیم نباید شد. اگر شما این کار را کردید، در این موضوعی که راه اندازی کردید، ملت مظلوم تاجیک را با سکولار و مذهبی جدا نکردید، با سنی و شیعه جدا نکردید، مطمئن باشید که هم شما موفق خواهید شد در بین مردم ایران و هم ما هم در پهلوی شما خواهیم بود و نیاز به این گونه پشتیبانی شما داریم. خداوند موفقتون بگرداند. خیلی وقت رو نگرفتیم و پرگویی هم کردیم. سلامت باشید. من حالا به عنوان مسئله آخر به این هم اشاره بکنم که تو همون محتواهای توییت هایی که زده میشد واقعا درصد کمیش مربوط به مسئله دانشجویان تاجیک بود، بقیهش مربوط به مسائل واقعا مردم مظلوم تاجیکستان. فرقی نداره مسلمان غیر مسلمان، ظلم‌هایی که شده بود نسبت به اونها هم مباحث مطرح شد. یعنی شما نگاه بچه‌هایی که این کار رو شروع کردن نگاه دینی و مذهبی صرف نکنید. این مسائل واقعا ربط به انسانیت و حالا مستضعف بودن داره، فارغ از فضای دین و مذهب. قاعدتا اگر ذره‌ای به دین و مذهب مربوط میشد، قاعدتا مشکلات به این واضحی دفاع کردن از حالا مردم تاجیکستان در ایران اتفاق نمی افتاد. حالا ما به پرسش و پاسخ قاعدتا نمی رسیم چون طولانی شده بود مبحث، اما یکی از دانشجویان حالا میخواست یک سوالی داشتن از شما بپرسن. من اگر اجازه بدید به عنوان سوال آخرین رو مطرح بکنن و جلسه رو خاتمه بدیم. بله خوب. عرض سلام ادب آقای کبیری. علیکم سلام. یک مطلبی رو میخواستم سوال بکنم از حضورتون. دقیق بفرمایید که آقا اگر شما تفکرتون این هست مظلومیت یک مظلوم ثالثی، نه ایرانی نه تاجیکستانی، با منافع شما، منافع نهضت، منافع مردم تاجیکستان تضارب داشت و مجبور بودید بخشی از منافع تاجیکستان رو رها کنید برای اینکه جلوی یک ظلم بزرگ در دنیا بگیرید، این کار رو خواهید کرد؟
نه بسیار واقعا هم سوال خوب بود که در داخلش چندین سوالها و چندین حرفای خیلی مهم و ریشه‌ای را شما گفتید. ببینید من جواب میگم به شما، حالا هم به دو علت که احترام به شما دارم و با این صمیمیتی که شما نشان داده در صحبتتون. بعدا چرا جواب نگیم؟ حالا ما سنی ها تقیه نداریم بلکه بیشتر حکمت داریم، یعنی همون چیزی که از روی حکمت عمل میکنید شما تقیه میگید. ما حکمت داریم و از روی حکمت این است که اون حرفی که در جای مناسب باید گفته شود باید گفته شود و اون بله ما بعضا ملاحظات دیپلماتیک را داریم و درست همه چیز رو نمیگیم، اما الان این موضوعی که ما شما داریم با هم صحبت میکنیم جای برای پنهان کردن و برای پوشیده ماندن نداره. کاش همون حرفی که شما دارید درباره شناخت از ظالم و مظلوم و از اون که ما باید در مقابل ظلم در سراسر جهان بیستیم و اون را جدا نکنیم به خودی و بیگانه، کاش همه این اتفاق نظر رو داشته باشیم. من چند مثال هم در صحبتم آوردم که چگونه رابطه هم با برادران سنی خودم با عرب ها بد شد بعد از قضیه بحرین و چگونه رابطه ها با دوستان ایرانی و با حتی بعضی ملاحظه هم پیدا شد بعد از قضیه سوریه، چون من با تمام صراحت آمدم از مردم سوریه دفاع کردم، تا این روز هم در این حرف خودم هستم. البته اشتباهات زیاده کردم، این رو هم باید بگم که من تلاش‌های زیاده کردم، حالا این دقیقاً همون جایی هست که همه چیز باید گفته نشود برای آنکه مشکل مردم سوریه با حکومتش تا جای برای گفتگو حل شود، اما در توان ما دیگر نبود. اتفاقا در یمن هم همین کارها رو من خواستم انجام بدم. یعنی برای من ظالم و مظلوم نه دین دارد نه مذهب دارد و ما این بحثا رو در محفل خودمون خیلی زیاد میکنیم و خیلی من از بچه‌های خودمون هم انتقاد میکنم وقتی میبینم که میان در پهلو یک ظالم قرار میگیرن وقتی که این ظالم یا سنی هست یا هم ملت خودش هست یا هم عقیده‌اش هست و مظلوم را نادیده میگیرن اگر اون یک مسیحی است یا حتی مسلمان است ولی شیعه است. من در بحث امریکا و غرب و ایران گفتم ببینید الان من در اروپا هستم و این صحبتی که ما شما میکنید 100% شک نکنید که مقامات اروپایی و امریکایی و اینا حتما در جریان خواهند بود و این حرفای ما را میشنوند و هیچ اختلاف بین صحبت‌های امروزه من و نظرهایی که من در صحبت‌های اصلا با اونها میکنم هیچ اختلافی نیست و اصلا نگرانم نیستم. حالا شما اشاره کردید که بعضی چیزها رو من نگم در اینجا شاید برای ما در سلامتی ما و در اینا تاثیر دارد و به هیچ کس اعتماد ندارد به این کشورهای اروپایی. اصلا این را بگم که من بعد از حادثه‌های سال 2015 بغیر از ملت تاجیک و پروردگار به هیچ کس دیگر اعتماد ندارم. نه تنها حالا شما اروپایی‌ها گفتم دیگه اصلا با کسی اعتماد ندارم. بنابر همین حرفای رو اول میگم که با اینا هم گفتم که سیاستایی که شما نسبت جمهوری اسلامی ایران در این مسائل تحریم اینا داره ظالمانه هست. حالا من وارد بحث جمهوری اسلامی ایران مشکلاتش با اروپا و امریکا و با اسرائیل و با جاهای دیگر نمیشوم، اما ظالم رو ظالم میدونم و خودش هم میگم که در این مسئله ظلم کرده ایستاده و این کارو نکن. ایران رو در این مسئله مظلوم میدونم. شاید در یک جای دیگر ایران ظالم باشد و یک نفر دیگر شاید مظلوم باشد، در اونجا من این حرفم رو خواهم گفت. وقتی که خانم کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا ملاقات داشتیم ما اتفاقا در دوشنبه آمده بود و در اونجا از من این سوال را کرد، گفت که شما به حیث رهبر نهضت، چون یادتون باشد در زمان آقای بوش خردی زمزمه جنگ با ایران بود و بوش دعوا میکرد که به ایران هجوم میکنند، این سوال را از من کرد که اگر ما فردا جنگ بین امریکا و ایران شود موقع شما چی خواهد بود؟ در این شما که دوستی ما امریکایی‌ها هستید و با ایران هم رابطه خوب دارید. گفتم اینجا دیگه گفت که موقع حزب نهضت اسلامی چی میشه؟ شما حزب اسلامی هستید. گفتم در اینجا ما ملت تاجیک اجماع داریم، دیگر به نهضت و کمونیست و غیر نهضت فرق نداره. شما اگر به ایران هجوم کنید مطمئن باشید که حتی کمونیست‌های ما در صف اول پشتیبانی از ایران قرار خواهند گرفت، شاید نوبت به ما هم نرسد دیگر و نهضت هم نرسد. این مسئله ظلم و ظالم بودن و مظلوم بودن است و مسئله اون ارزش‌های عمومی بشری هست، از اون نمیشه رد شد گذشت. حالا شاید این به نفع ملت تاجیک نبود، نه به نفع نهضت نیست که من بیام این حرفا رو در حضور
دومین مقام آمریکایی بگم، ولی در این جایی که مسئله ارزشی است، اصولی است که باید حرف گفته شود و این حرف رو ما با اروپایی‌ها میگیم، این حرف رو اتفاقا همه جزئیات رو نمیگم، با عرب‌ها، با ترک‌ها، با همه گفتیم در مسئله ارتباط ما با ایران. و ما آرزو داریم که اتفاقا همین طرز رفتار در طرف ایران هم باشد. ظالم و مظلوم باید که به مذهب و به گروه‌ها جدا کرده نشود و همین کاری که الان شما کردید و دارید میکنید اتفاقا نشانه از همین موقع جانانه و خوبی هست که الان ما و شما دربارش داریم صحبت میکنیم. و شما یک نهاد مردمی و اشاره هم کردید که شاید که مقامات رسمی کشورتون به این صحبت راضی نباشد، منم میدونم و حتی شاید که از ما هم ناراحت شوند که این صحبت رو انجام میدیم، اما من مطمئنم که این در مجموع به نفع هر دو ملت و به نفع اون ارزش‌های مشترک ما هست. ما که در اینجا داریم علیه کسی صحبت نمیکنیم و بنابراین همین دوستی عزیز مطمئن باشید که ما در مسائل اصولی و اون ارزش‌های عمومی همون طوری که بودیم خواهیم موند، اما مناسبت‌های خودمون رو با کشورهای دیگر با دیدی منافع خودمون و از نگاه خودمون تشخیص میدیم، معین میکنیم. این جای پنهانش هم نیست. برای مثال حالا شما که درباره اسرائیل صحبت کردید، ما کاملا از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از موضع‌گیری در نسبت اسرائیل آگاه هستیم و از سیاست‌ها و جنایت‌های اسرائیل آگاه هستیم نسبت مردم فلسطین، در ارتباط مستقیم با مردم فلسطین هستیم و نه تنها با گروه‌های مبارزی فلسطین بلکه با فلسطینی‌هایی که در داخل اسرائیل هستند با آنها هم ارتباط داریم. وقتی که من همچون رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان موقع نهضت را، موقع یک بخش از جامعه تاجیکستان را نسبت اسرائیل معین میکنم، مطمئن باشد که در چارچوب منفعت‌های امت اسلامی و به خصوص با هماهنگی و با نگاه به اون صاحبان قضیه میکنم که مردم فلسطین هستند. اونا در جبهه قرار دارن، در صف اول مبارزه قرار دارن، همه ملت فلسطین، مسیحی، مسلمان، از حماس، از فتح، از گروه‌های دیگر، ما با اینا در ارتباط هستیم و نقطه نظر اونها رو میگیریم که نهضت اسلامی تاجیکستان چی موقع بگیرد. آیا موقعی که ما میگیریم با مبارزه شما برای استقلالیت فلسطین کمک میکند یا نمیکند؟ ما به هیچ وجه در این مسئله ما میدونیم که نقطه نظر امریکا چی است، نقطه نظر اروپا چی است، جمهوری اسلامی ایران چی است، از ترکیه چی است، از کشورهای عربی چی است، اما اینجا معیار برای ما مردم فلسطین است، مبارزه فلسطینی هست و خود ما هستیم. ما منفعت تاجیکا و تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان که وقتی که درباره ارزش‌های عمومی صحبت می‌کند و این ارزش‌ها رو به نظر می‌گیرد، مطمئن باشد که در جای‌های کلیدی در اون نقطه‌های حساس اون مسائل را رعایت خواهد کرد و امیدواریم که همه برادران از اون جمله خود شما هم که این آغاز کردید این مسئله گذاری‌ها رو در آینده همین خیلی خواهد بود و مطمئنم که این روش رو ادامه خواهیم داد. آگاه باشید در حتما. خیلی ممنون آقای کبیری عزیز. ما خیلی امروز خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. من خاطرم رفت اول بحث تبریک بگم ماه رمضان رو خدمت شما. امیدوارم که دعات و عبادات شما قبول درگاه حق باشه. انشالله ما این قول رو از شما فکر کنم تو چند دقیقه پیش گرفتیم که در ادامه در 2-3 ماه مسائل دیگه ای حالا رخ میده احتمالاً بین روابط ایران و تاجیکستان در خدمت شما باشیم، بحث بکنیم و حالا نقطه نظرات شما رو بشنویم و اطلاعات خودمون رو کاملتر بکنیم. من خیلی خوشحال شدم. واقعا شما را نگهبان باشد. شما را تبریک میگم تمام ملت ایران رو به حلول ماه شریف رمضان و ما آماده صحبت همیشه هستم. فقط خواهش من این است که همون طوری که ما در اینجا در داخل خود مسائل رو هماهنگ میکنیم، خیلی خوب میبود که یک هماهنگی درست انجام بشد و تا اینکه تمام این زحمت ها و تلاش های ما بیاد در راستای منفعت های دو کشور، دو ملت و سیاست های جمهوری اسلامی ایران، سیاست های پیمان ملی تاجیکستان جا بشد و هیچ گونه حساسیت ها رو هم به بار نداشته باشد. انشالله به امید خدا. موفق باشید آقای کبیری عزیز. نگهبانتون باشید. و دعا باشید.